الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته در این بحث جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز را در کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خیر مقدم میگویم. خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و تبریکات عید دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و هم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنید در این ویژه برنامه‌های رکن پنجم و این روزها روزهای عید. انشاءالله که روزهای خوش و شاد و پر از ایمان و موفقیت داشته باشید. در خدمت شما هستم. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر عمرای عزیز. بیننده های عزیز، البته میدونید که مراسم حج جریان دارد و وعده ما با شما این بود که مراسم حج را به خانه های شما خواهیم آورد. امروز هم اعمال و مراسم حج جریان داشت. از همکار عزیزم جاوید جان عزیز میخواهم که اگر بتانن تصاویری، ببخشید محمد جان گفتن که من هستم، نه جاوید جان، محمد جان عزیز بسیار زیاد میبخشید، اگر لطف نموده تصاویری از مشعر منا و مکه معظمه را به نشر بسپارید. بله بیننده های عزیز، جانب راست تصویر مکه مکرمه است، بیت الله عتیق هست که حجاج گرامی در حال طواف هستند. البته این طواف را آن عده حجاج انجام می دهند که طواف افاضهشان را دیروز و شب گذشته نتوانستند انجام بدن، فلهذا آنها دارند طواف افاضهشان را انجام می دهند. طرف چپ تصویر البته مشعر منا و جمرات هست، به ضبط خیلی شلوغ و ازدحام هست. حجاج گرامی امروز بعد از زوال، یعنی بعد از اذان ظهر، با آغاز اذان ظهر رمی جمره امروز آغاز شده. از طرف صبح البته حجاج گرامی راحت بودند، چون در روز اول یعنی روز دهم ذوالحجه، روز عید سعید قربان که تنها جمره کبرا یا جمره عقبه را سنگ می زدن، آن البته بعد از طلوع آفتاب روز عید آغاز می شد. اما رمی جمره در روزهای 11 و 12 و 13 ذوالحجه یا ایام تشریق، وقت این رمی بعد از زوال با اذان ظهر البته آغاز می شود که امروز هم با اذان ظهر مکه مکرمه رمی جمرات آغاز شده. البته فرق رمی جمره امروز و در ایام تشریق با رمی جمره روز عید در این هست که در روز عید تنها جمره عقبه یا جمره کبرا را سنگ می زدن حجاج گرامی با 7 سنگ ریزه،
اما امروز هر سه جمرات را، جمره صغرا را و سپس جمره کبرا را و سپس جمره عقبه یا همان جمره کبرا را که در روز عید هم زده بودند، امروز هر سه تا را با هفت سنگ ریزه میزنند که مجموعاً 21 سنگ می شود. خیلی ازدحام هست. شما مشاهده میکنید که از اون طرف تصویر که حجاج دارن میآیند ازدحام خیلی شلوغ است. البته این رمی فکر میکنم در 4 منزل و در 4 طبقه جمرات از چندین طرف همزمان انجام می شود که توسعه خیلی بزرگ هست در جمرات توسط دولت عربستان سعودی در سالهای اخیر. البته این ساخته شده، حدود 7-8 سال قبل چنین سهولیت های نبود. بنابراین در وقت رمی جمرات حجاج کرام با مشاکل زیاد روبرو می شدند و توانهای فیزیکی هم داشتن. ما قربانی های جانی هم داشتیم چون جمره جاش خرد بود، راهش یک مسیر بود، در حال تصادم حجاج را از دست می دادیم. اما بعد از این توسعه‌ای که تقریبا در 4 یا 5 طبقه صورت گرفته است، الحمدلله رمی جمرات خیلی خیلی راحت شده است نسبت به 7-8 سال قبل. ما انشاءالله در خلال این برنامه تصاویر زنده از مشاعر می داشته باشیم. اعمال امروز که حجاج انجام می دهند تنها و تنها رمی جمرات هست و طواف افاضه آن عده حجاجی که طواف افاضهشان را دیروز انجام داده نتوانستند. بدون شک طواف افاضه در روز 10 ذوالحجه اولا هست. یعنی حجاج گرامی بعد از اینکه در روز 10 ذوالحجه و روز عید سعید قربان رمی جمره یا جمره کبرا را وقتی که با سنگریزه ها میزنند و سپس قربانی های خود را ذبح نموده موهای سرشان را کم و یا میتراشند و سپس میروند طواف افاضه میکنند. این 4 عمل در روز 10 عید باید انجام شود. اما اگر حجاجی که بنابر ازدحام یا علتهای دیگری که نتوانستند طواف افاضه را در روز 10 ذوالحجه در روز عید سعید قربان انجام بدهند، جایز است که در روزهای تشریق، امروز 11 حتی 12 تا 13 حجاج گرامی می توانند که طواف افاضهشان را به تأخیر باندازند که ما می بینیم که یک تعداد حجاج امروز دارند طواف افاضهشان را انجام میدن. شاید یک تعدادشان فردا هم انجام بدن، کسایی که باقی ماندن و نتوانستند. پس شریعت اسلامی در این باره خیلی وسعت گذاشته است تا که بنابر مشکلاتی که دیده می شود. جناب دکتر، با پوشش مستقیمی که ما از مراسم حج خواهیم داشت میخواهیم که روی موضوع فلسفه عید صحبتی داشته باشیم. یقینا امروز هم چون 11 از ایام تشریق است و ایام تشریق هم از ایام عید شمرده می شود طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایام النحر و ایام تشریق را عیدنا عید الاسلام گفتند. و همچنین قربانی اگر کسایی که دیروز کرده نتوانسته بودن اجازه دارن، حق دارن که امروز قربانی بکنن، فردا بکنن. پس این هم دلالت می کند که روزهای عید قربان ادامه داره. انشاءالله روی موضوع فلسفه عید هم صحبت خواهیم کرد. در ابتدا از شما میخوام بپرسم که حجاج امروز چیکار کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. الان ما در حج تقریبا مناسک عمده حج انجام شده. بله. مهمترین مورد عرفه بود که انجام شد، بعد سفر به مشعر الحرام و نهایتاً به منا و رمی جمره عقبه بود که دیروز انجام شد و غالب حاجیان دیروز هم قربانیشون رو کردن، هم موهاشون رو کوتاه کردند یا تراشیدند و هم طواف افاضهشون رو کردند. افراد تعداد اندکی که اگر امروز طواف افاضه کنند و همونطور که ما در به اصطلاح مطاف شاهدش هستیم، بیشتر عزیزانی هستند که آمدن فقط برای طواف کردن. به هر حال عشق ایام حج همین دیدار خانه خداست و طواف به دور خانه خدا. در این لحظات بیشتر حاجی‌ها به اصطلاح بعد از ادای نماز
ظهر که در منا غالبا ادا کردن میان جمرهشون رو میزنند. از صبح تا حالا استراحت میکردند، یک جمره رو میزنند، جمره به اصطلاح 3 تا جمره رو به اصطلاح میزنند و بعد از اون غالبشون یا برمیگردن به خیمه هاشون استراحت میکنند یا میرن به خانه خدا و تجدید دیدار میکنند، با خانه خدا طواف میکنند، دید و بازدید میکنند از حاجیانی که اونجا هستند. بیشتر اعمال منا امروز و فردا و پس فردا دیگه ما اعمال خاصی نداریم، فقط همین رمی جمره هست و بیشتر همون معانی که ما بهش اشاره داشتیم در ایام گذشته، معانی عید و معانی این تجمع بزرگ که اونجا هست، معانی وحدت اسلامی، معانی اجتماع امت اسلام در یک صحنه و در یک جا که این روزها به هر حال روزهای گرفتن جایزه و اعلام پیروزی بر شیطان و روز به اصطلاح عبادت و ذکر خداوند متعال هست برای این افرادی که از عرفه با باری از اجر و پاداش و با مغفرت از جانب خداوند متعال برگشتن که دیگه به هر حال روزهای مژده و شادی هست برای این عزیزان. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر عمرای عزیز. میگذاریم حجاج گرامی را که رمی جمره خود را انجام بدن و آن عزیزانی که میخواهند طواف کنند طوافشان را انجام بدن. امروز البته گفتیم بر علاوه رمی جمرات کدام عمل خاصی از حج باقی نمانده. امروز هم روز رمی جمرات سه‌گانه است، فردا 12 نیز رمی جمرات سه‌گانه را انجام میدهند. اگر کسانی که خواستن تعجیل بکنن به همین 2 روز اکتفا میکنن میرون، خلاص حجشان تمام میشه. اما کسایی که میخواهن روز 13 را هم رمی جمره بکنن با نص آیت قرآن کریم که فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه، کسی که در 2 روز تعجیل میکنه روز 11 و 12 رمی جمره را انجام داده حجش را تمام میکنه، هم حق داره، هیچ گناهی بر او نیست. و کسی میخواه روز 13 هم رمی جمره را انجام دهد چه بهتر، بالای او هم هیچ حرجی نیست. پس شریعت اسلامی اینجا هم وسعت را مد نظر گرفته. البته این رحمت و شفقت اسلام را آن عده حجاج درک میکنن و میفهمند که این شبها را در مینا سپری کرده باشند برای اونها بسیار زیاد یک وسعت و یک رحمت بزرگ الهی است که برایشان اجازه داده که روز 13 را میخواهید بزنید، نمیخواهید بروید. میگذاریم اونها رمی جمره خود انجام بدن. میایم روی موضوع خودمان فلسفه عید میخوایم صحبتی داشته باشیم. جناب دکتر در ابتدا برای ما میشه بگوید که فلسفه عید یعنی چی؟ من و شما فکر میکنم موضوع شبیه این در مورد فلسفه حج رفته بودیم، یعنی جو کاملا منطقی فلسفی بود. امیدوار هستم که امروز هم همان گونه یک جو فلسفی و منطقی داشته باشیم. فلسفه عید یعنی چی؟ با توجه به این که فلسفه در میان علمای اهل سنت یعنی کمرنگ هست، بجای فلسفه البته دروس عید، پندهای عید، عبر عید، این گونه تعبیرها زیاد هست نسبت به تعبیر فلسفه. شما در لفظ فلسفه چی میزی دیدین؟ چی میخواین که اونجا هم خواستین با فلسفه حج عنوان گذاری کنیم، این بار هم خواستین با فلسفه عید، در حالی که ما میخواستیم دروس عید، عبر عید، مواعظ عید شبیه این داشته باشه. بسم الله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله. در فلسفه من مبحث درس هایی رو که ما میتونیم استنباط کنیم رو مد نظر ندارم. من میخوام که ما در عمق یک عبادت و یک شعائر از شعائر دین بنگریم که معانی و مفاهیمی که در عمق نهفته هست و احیانا و خیلی وقتا از ذهن ما کنار زده میشه و ما اونا رو نمیبینیم، به اون قسمت از شعیره اسلامی یا اون عبادت و یا اون به اصطلاح دستور العملی که خداوند برای ما گذاشته توجه داشته باشیم. برای ما خیلی ساده است که ما بفهمیم مثلا رمضان یک عبادت هست، عمق عبادت رو زود درک میکنیم. خیلی ساده است برای ما که حج و عمق حج و درس ها و عبرت هایی که در حج هست رو خوب زود درک کنیم و بهش برسیم.
و ما در طی روزهای گذشته شاید 100 و اندی درس‌ها و عبارت‌ها فقط روی شبکه وصال حق شاید بیش از 100 ساعت ما روی مفاهیم و دروس حج رفتیم و بحث کردیم و هنوز خیلی حرفا برای گفتن باقی هست. اما عید احیانا یادمون میره که عید هم عبادتی است همسنگ با رمضان، عبادتی است همسنگ با حج. خب یعنی یه عبادت هست و برای عبادت رمضان ما از پیش آمادگی میگرفتیم، برای عبادت حج ما از پیش آمادگی میگرفتیم. نیاز هست که برای عبادت عید هم از پیش آمادگی بگیریم. یعنی عید مثل که ما برداشت زود هنگامی از عید داریم که شاید بازی، یک لهو لعبی باشه، یک ساعتیری، یک تفریحی. کاملا اینطور نیست. عید یک مفاهیم خیلی عمیق داره و یک اهمیت خاصی داره که ما بهش اشاره خواهیم کرد که عید باید باشه. درست. و ما در امت‌هایی که عید نداریم اون امت‌ها رو به زوال هستند و برعکس از عید یک معنا و انرژی و طاقت مثبتی هست که در ما دمیده میشه. عکس این ما در اسلام حادثات بسیار سهمگینی داریم اما ایام غم و اندوه نداریم به هیچ عنوان. عجب. یعنی مثلا حادثه احد چقدر حادثه سختی بود برای ما، بدون شک. خب اما ما هیچ وقت در تاریخمون نداریم که آقا بیایید روز فلان رو از روز فلان تا روز فلان ما بیاییم چیکار کنیم؟ عذاب بگیریم. این اصلا وجود نداره در تاریخ ما مسلمون ها، در فرهنگ اسلامی ما مسلمون ها، در شریعت ما، در شریعت و دین ما نیست. هر کسی از این فرهنگ اشتباه رفت زنده به گور شد. به چه معنا؟ مثلا ما برخی از مذاهبی رو داریم که از اسلام بریدند. کدام مذاهب؟ مثلا مذاهب تشیع. تشیع در طول تاریخ ببین چیکار کرد. تشیع خودش رو زنده به گور کرد، خودکشی کرد. چطور خودکشی کرد؟ از مفاهیمی که تشیع باعث شد که خودش رو بکشه همین عزاداری است. عزاداری به چه معناست استاد رحیمی بزرگ؟ مثلا ما چرا مثلا تشیع رو اگر نگاه کنید شما میبینید ما 10 مذاهب تشیع داریم، کیسانی و سلیمانی و داوودی و نمیدونم خرابی و همه اینا کجا شدن؟ اصلا وجود خارجیشون محو شد. خب چرا؟ چون که اونا اومدن مثلا الان هم ما در مسیری که داریم الان این مذاهب اونایی که مونده است فعلی از تشیع اینها هم رو به زوال هست. برای چی؟ برای اینکه داره خودکشی میکنه. چرا؟ مثلا این مذاهب میاد عاشورا میذاره، مثلا این مذاهب میاد دهه فاطمیه میذاره، این مذاهب میاد چلومی عاشورا میذاره، غم و اندوه میذاره، عزا میذاره. در دین عزا نیست. حالا عزا رو چیکار میکنیم؟ وقتی که ما یک عزاداری رو به راه میندازیم یعنی چی؟ یعنی اینی که ما میگیم که ما توان این رو نداریم که واقعی که هست رو تغییر بدیم. ما ارزش این زندگی رو نمیدونیم. ما سعی میکنیم در گذشته زندگی کنیم. این کاری بود که این برنامه‌ای بود که شیطان میخواست، فرعون میخواست حضرت موسی رو منحرف کنه ببره به اون مسیر. وقتی که حضرت موسی اومد برای تغییر و تحول آفرینی در جامعه، فرعون موند، خواست که حضرت موسی رو جا بندازه. گفت که فما بار القرون الاولی، اون قضیه گذشتگان پس چی میشه؟ ما الان تا میخوایم یک حرفی بزنیم، تا میخوایم یک تغییر و تحولاتی در جامعه بکنیم، تا میخوایم یک اصلاحی بکنیم، طرف میاد میگه که ها در زمان حضرت علی و حضرت معاویه جنگ شد. بابا به ما چه؟ ما میخوایم امروز حرف بزنیم، امروز رو بسازیم، تو میای باز همین حرفش فرعون فما بال القرون الاولی، که اون زمانا چی بود؟ پس در مورد اون زمانا چی میگی؟ الان دزدی میشه، چپاول میشه، ثروت‌های عمومی غارت میشه، دیکتاتوریت هست، قتل و غارت هست، فلان هست. به خاطر چشم پوشی از این ما رو میزدن اونجا میبرن، عقب میبرن. و خود عزاداری یعنی چی؟ یعنی اینی که من خودم رو شلاق بزنم، من به خودم توسری بزنم که تو ارزش نداری، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. اون کسی که میخواست کاری بکنه اون هم زدند، اون رفت. بعد از اون میان به اصطلاح خب الان گم کردند رو میچسبونن به چی؟ میگن مثلا امام زمان میاد. امام زمان، وجود امام زمان
یک نقطه خودکشی دیگر هست در مذاهب تشیع. به این معنا که وقتی شما میگید امام زمان میاد، چرا امام زمان میاد؟ چه نیازش داریم؟ امام زمان میاد که همه دنیایی که فاسد شده، خراب شده، همه منجی بشریت هست. یعنی امام زمان منجی است. من هیچ کارم، من چه کار کنم؟ هیچی دیگه، من حق ندارم کاری بکنم. تازه اگر ظلم و ستم هست من باید صبر کنم. چرا؟ چون که امام زمان وقتی میاد که دنیا رو فساد گرفته، پس من یا بر این فسادی که هست صبر کنم یا در ساختن این فساد ادامه بدم و من هم سهیم باشم تا دنیا رو فساد بگیره، اون منجیه ما بیاد و دست ما رو بگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی سکوت در مقابل ظلم و ستم، سکوت در مقابل فساد، عدم تغییر و تحول آفرینی، عدم هیچ گونه کنش. خب همیشه بشین و تو سری بخور. برای همین هر جایی که تشیع حکومت کرده اونجا ظلم بوده، فساد بوده، دیکتاتوریت بوده، تغییر و تحول نبوده، پیشرفت نبوده. مثالش هم ایران کنونی ما. حالا تا ما از بحث دور نشیم، قضیه به اصطلاح عبادت عید همین فلسفه است که روحیه دمیدن در مؤمن. حالا این عبادت رو ما ببینیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد مدینه میشن و میبینند که اهل جاهلیت، اقوام پیشین که بودند، یک نوع روزار یا 2 روز رو در سال شادی میکردن. این در کل ملت ها هست، میخوان که با این شادی یک نوع تجدید قوا و انرژی برای افرادشان بدن. در مسیحیت مثلا ما عید میلاد داریم. بالکل. خب در زرتشتیت ما عید نوروز داشتیم. بالکل. و اسلام اومد گفت که شما 2 تا عید دارین که این عید شما عنوان هویتی شماست. عیدها در ملت ها شناخت و شناسنامه اون ملت هاست، هویت اون ملت هست. وقتی میخوایم یه ملیت مثلا مسیحی رو بشناسیم با عید میلاد مسیح اونا رو میشناسیم. مسلمون رو با عید فطر و عید نوروز میشناسیم، عید به اصطلاح اضحی و قربان میشناسیم. یک مجوسی و یک نمیدونم آتش پرست رو با عید نوروز میشناسیم. اینی که بعضی فکر میکنند که بابا اینا عید هاست به اصطلاح فرهنگی است فلان، این نه، این عمق داره، ریشه داره در یک هویت. درست. که این ما کی هستیم. حالا ببینیم ایده‌های ما چطوری هستند. ایده‌هایی که خداوند متعال برای ما گذاشت یک پیش مقدمه داره. عید به اصطلاح فطر پیش مقدمش رمضان هست. یک رمضان عبادت، بعد از اون عبادت خداوند متعال به ما یک شادی میده. شادی چه هست؟ روز گرفتن جایزه این عبادت، روز گرفتن جایزه این عبادت و روز برداشته شدن اون به اصطلاح پایبندی های خاصی که در اون شد، یک نوع رهایی، یک نوع سعادت، یک نوع خوشبختی، روز خورد و نوش. درست. خب بعد ما هم وقتی میایم به هم دیگه تبریک میگیم، فوراً چیکار میکنیم؟ این عید رو گره میزنیم به اون عبادت. خب میایم به هم دیگه میگیم سلام علیکم، عید شما مبارک، طاعات و عبادات شما قبول، روزه شما قبول. وقتی که حج میاد، حج پیش زمینه و آمادگی گرفتن است برای عید قربان. عید قربان ما چی داریم؟ یک عرفه داشتیم، یک نمیدونم رمی جمرات داشتیم، قربانی داشتیم. اینا همش پررنگ کردن این مفهوم عید هست. حج اصلا چی بود؟ حج یا اشهر معلومات بود. ذوالقعده رو داشتیم، ذوالحجه رو داشتیم، پیش رو محرم رو داریم. یک اشهر ماهای مشخصی هست. این ماهای مشخص در رمضان ما یه روز عید فطر داشتیم. در حج چون که ماه هاست ما در مقابل 4 روز عید داریم. بالکل. خب و این عید چه هست؟ قبل از این عید ما دوچار یک آزمایش بزرگ الهی که همون به اصطلاح سربریدن فرزند و جگرگوشه خودمان بودیم. خداوند این آزمایش بزرگ رو از ما برداشت، در مقابل این به ما یک گوسفندی رو عطا کرد که ما سر اون گوسفند رو میبریم، گوشتش رو هم میخوریم. بالکل. خب پس این یک شادی بزرگ.
یک شکر بزرگ در مقابل این نعمت بزرگ خدایی، نعمت به اصطلاح نجات یافتن از اون آزمایش سخت سر زدن فرزند، نعمت بزرگ عرفات و تجدید عهد با خدایمون که الستو بربکم گفتیم بلا، خب، و نعمت شادی بر پیروزی بر شیطان و کمال اظهار کمال بندگی. پس ما در عید به اصطلاح عید ما ریشه گرفته از یک عمق هست در عبادت ها. حالا همین عید ما در این عید چه داریم؟ شادی داریم، در این عید خوشحالی داریم بر همه این نعمت ها. در این عید یک نوع به اصطلاح در واقع این عید یک نوع راهکار برای زندگی است. اگر عبادت پیشین یک نوع راهکار برای ساختن قیامت ما بود، رمضان قیامت ما رو پربار میکرد، حج برای رسیدن به قیامت بود و مغفرت روز آخرت، عید انگار که یک نوع نیرو و انرژی است برای استمرار زندگی. وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، که خداوند به مؤمن میگه که در این مسیری که میری این دنیا رو من برای تو مزرعه آخرت قرار دادم، کسب کن، به دست بیار اجر و پاداش برای آخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و یادت نره که از دنیا هم بهره ای برگیری. گویا که مؤمن در عبادت تلاش، در عبادتی که جسم ما روح ما با اون انس گرفته، نماز، روزه، زکات، در راه خدا بخشیدن، تلاش کردن فلان، اما هنوز روحیه ما با شادی که شادی هم نوعی عبادت هست هنوز شاید این انس رو نگرفته. خب خداوند متعال به ما میگه که مثلا شما وقتی که میخوای کسب کنید آخرت رو، یکهو خودتون رو نبازید تو عبادت، غرق نشید تو عبادت، هلاک نکنید خودتون رو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره‌ات رو از دنیا یادت نره، بهره‌ات رو از دنیا حتما بگیری. ما اینجا اومدیم بعد از 30 روز رمضان یک روز عید فطر داشتیم، بعد از یک چند ماه تلاش و حج، آمادگی گرفتن برای حج، حرکت به سوی حج و این حرکت حج و عبادت حج و ادای مناسک، اومدیم چند روز عید میگیریم و در عین که عید رو داریم به اصطلاح قربانی رو داریم، رمی جمرات رو داریم، مفاهیم عید در ما تجلی میکنه. یعنی یک عید یک مفهوم عبادی داره. عید ما در یک مظهری از مظاهر دین هست که مفهوم دینی داره که مثلا این نعمتی که خداوند متعال بر ما ارزانی کرده، این نعمت رو ما تموم کردیم، عبادتمون رو تموم کردیم. حالا که عبادتمون رو تموم کردیم باید شکر کنیم. شکر این عبادت چه هست؟ خداوند متعال قانون شکر رو قانون عملی انجام داده، قانون حرکی هست، حرکت تو شکر باید باشه، فعالیت باشه. شکر گفتمان نیست. خداوند متعال به آل داوود میفرماید واعملوا آل داوود شکر، انجام بدید ای آل داوود شکر را. پس شکر یک چیز انجام دادنی هست، یعنی یک چیزی هست که من با زبان میگم، تبریکات عیدو میگیم، تکبیرات میگیم، ادای شکر میکنیم، در راهی بعد یک نوع حرکت هست، من در راهی عید میرم، از یه راهی میرم تکبیرات میگم، از راه دیگه برمیگردم تکبیرات میگم، انگار که میخوام همه ی کوچه پس کوچه ها و همه ی دنیا خبر بشن که عید هست، همه ی جمادات خبر بشن که عید هست. یک نوع حرکت به اصطلاح جسمی هست که همدیگر رو به آغوش میگیریم، تبریکات میگیم. یک نوع حرکت احساساتی و شعور هست، لبخند میزنیم، خوشاباش میکنیم، دید و بازدید میکنیم، نمیدونم هدیه میدیم به همدیگه، هدیه میگیریم. همه اینها از مفاهیم عبادی عید هست. درست. یک مفاهیم دیگه در عید هست که معنای انسانی عید هست، که انسان‌های فقیر، ثروتمند، همه با هم با نوعی از رحمت، با نوعی از شفقت، با نوعی از دوستی رفت و آمد میکنن و همه میدونن که من عمل صالحا فلنفسه. الان هر کسی سعی میکنه که من هر کار خوبی بکنم اجر و پاداشش، بازگشتش به خود من، انعکاسش در خود من تجلی میکنه.
تشکر جناب دکتر. اجازه بدین همکاری عزیزمان محمد جان اشاره میکنن که مهمان عزیز را از مشعر منا با من و شما و با بیننده ها وصل کردن. اجازه میتین صداشون رو بشنویم؟ به نظر شما کی باشن؟ غالبا استاد انصاری باشن. کدام انصاری؟ استاد شیخ مجیب انصاری که بیشتر لطف دارند بر ما. از میبینیم که کی هستن. خب میریم به سراغ مهمان عزیز و گرامی ما که از مشعر منا همین اکنون با ما روی خط هستن. مهمان نهایت عزیز و گرامی، خدمتتان سلام عرض میکنم. تشکر، سلامت باشید. ما همین لحظه خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت جناب حضرت دکتر صاحب عمرا و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که در این وقت ازدحام و شلوغی مشعر منا و جمرات بر ما و بیننده های عزیزی که همکنون صدای ما را میشنوند و تصاویر ما را میبینند و همچنین تصاویر زنده مشعر منا را میبینند. تشکر از شما که برای ما وقت دادید جناب مولانا صاحب. البته گله های ما باقی است، یادتان باشه. صدای شما رو من متوجه نشدم. چی فرمودین استاد بزرگوار؟ گفتم تشکر از این که برای ما وقت دادین. سلامت باشید. لطف شما هست. سپاسگزارم شما و همه دوستان و عزیزان در سال آینده انشالله که به این تکوین مبارک و مقدس به این مشاعر مبارک و مقدس برسانه همه بینندگان عزیز و گرامی. ما همین لحظه رو به طرف جمرات روان هستیم که انشالله جمره اولا و وسطا و جمره عقبه زده باشه. یک چیزی به جمرات ماندیم در جمع دوستا و بزرگا و حجاجی که از سرزمین اروپا تشریف آوردن، با اینها همراه و همگام هستیم. در خدمت شما اگر سوال خواسته داشته باشید. تقبل الله منا و منکم. جناب مولانا شما گفتین که فعلا در راه جمرات هستین، درست است؟ بله بله بله. از صبح تا حال حجاج گرامی چی کردن در مشعر منا؟ شما میدونید که روز اول که دیروز باشه، روز اول عید و روز دهم ذوالحجه عقبه قبل از ظهر زده میشه. امروز روز دوم جمعه جمعرات بعد از ظهر زده میشه و بعد از زوال آفتاب میبینیم که مردم گروه رو به طرف منا راهی هستن، همه با شعارهای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد و همچنین تلبیگویان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک، با یک شور و شوق و با همون عشق و علاقه و محبتی که دوستا سالها در آرزوی این بودن که در قدمگاه ابراهیم علیه السلام قدم بزنن و او سنتی که ابراهیم علیه السلام اجرا کرد اینها اجرا کنند و او دشمنی که ابراهیم علیه السلام زد اینها او را بزنند. امروز بعد از زوال ما مشاهده میکنیم تا به این لحظه خواهر، برادر، پیر، جوان و عرب و عجم بالاخره با همان شوق و علاقه و که سرچشمه از ایمان و از نورانیت میگیره، همه با تسبیح و تهلیل پروردگار عالم رو به طرف زدن دشمن هستند که در این لحظه ما هم در حالت نزدیک شدن به جمرات هستیم. بسیار خوب جناب مولانا، قبل از اینکه شما به جمرات برسید میشه برای ما از اجوای ایمانی و لحظه های ایمانی که شما شاهدش بودید امروز و الان که در راه رفتن به سوی جمرات هستید برای ما حکایت کنید؟ طبعا شما بهتر میدانید که یک انسانی که 40 سال 50 سال لحظه شماری کرده و او از لحاظ اقتصادی روپیه ریال یا بالاخره افغانی از راه حلال جمع‌آوری کرده
و ساعت و ثانیه عمر شمارش میکرده تا این که به این سرزمین برسه. و الان فکر کنید که بعد از 40 سال یا 50 سال انتظار در این سرزمین امروز وصل شده به او محبوب خود و چیزی که دوست داشته و طبعا چشما پر از اشک و هم اشک شوق و دلها پر از نور ایمان هست و همه تمام فکر و ذهنشان اینه که چگونه بتوانند الله را از خود راضی کنند و چگونه بتوانند اون تفکیراتی که در گذشته صورت گرفته اونها را از خود دور بسازند و چگونه بتوانند با این دشمنی که قرآن میگه این لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکارای شماست، چگونه دشمن را ناامید کنند و چگونه دشمن را بزنند. و حقیقتا شور و شوق و علاقه که ما یک نمونه جناب استاد بزرگوار برای شما بیان میکنم. ما همراه خود چند نفر از برادرانی که سن نابالا هست دیروز جمعه از اونها از طرف اونها وکیل شدیم زدیم، اما امروز هر قدر اصرار کردیم اینها میگن خودمون میریم به پای خود و خودمون میریم و بالاخره تا این که از نزدیک جمعرات رو ببینیم. این آرزوی 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله ما بوده که ما جمعرات رو از نزدیک ببینیم و خودمان دیگر با دست خود بزنیم. حقیقتا خواهر میبینیم ضعیف باز هم اصرار داره که ما خودم میرم و بالاخره در پای خود تا اینکه این منطقه جمعرات رو ببینیم و محلی که ابراهیم علیه السلام دشمن را از خود دور کرده من برم جای پای ابراهیم علیه السلام پای خود را بگذارم، جایی که ابراهیم دشمن را زد من برم دشمن را بزنم، چون عمر خود را گفتم که من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم. به هر حال زن و مرد و پیر و جوان و خصوصا بالاخص که من با کاروان برادرانی که از اروپا تشریف آوردن که حقیقتا ما وقتی شور و شوق و محبت و عشق و علاقه از اینا به این عبادت میبینیم حقیقتا خود ما به تعجب وادار میشیم که سبحان الله یک خواهر و برادری که در قلب کفر زندگی کرده امروز چقدر عاشقانه و چقدر محبانه در این سرزمین قدم میگذاره و قدم برمیداره و چشمانش پر از اشک و گریه میکنه و او اشکم اشک شوقیه که از چشمانش جاری میشه. الله اکبر، الله اکبر. جناب مولانا صاحب میشه برای ما در مورد احساس امنیت که حجاج گرامی امسال دارن، آیا آنها واقعا با اطمینان خاطر با اطمینان قلب مراسم حج را تا این لحظه انجام و سپری نمودن یا چیزهایی وجود داشت؟ الحمدلله الحمدلله. همانطوری که الله سبحانه و تعالی میفرماید و من دخله کان آمنا، کسی که داخل این سرزمین بشه در امن و در امان هست. الحمدلله مراسم به خوبی به زیبایی سپری شده در امن و در امنیت. وقتی میبینیم خدمات پلیس و خدمات موظفینی که به خاطر امنیت تعیین شدن و گماشته شدن حقیقتا آنقدر خوشحال کننده است، آنقدر خوشحال کننده است. در مسیر ما همین لحظه که میبینیم چون هوا کمی گرمتره پلیس به دست خود آب داره بر روح اشخاصی که اونها گرمی کردن آب سرد میپاشانند و اشخاصی که تشنه هم بری اونها آب میدهند و اشخاصی که ضعیفن دست اونها را میگیرند. و صحنه جالبی جناب استاد بزرگوار برای شما گفته کنم که این بسیار واقعا جالبه که چشم سر دیدیم. پدر موسفیدی در راه نشسته بود در مسیری که هیچ امکان نداشت کسی بشینه، یک پلیس آماده پای اون موسفید در میماله و حالتی داره که آب سر در باری پاهاش میریزه با پدر موسفید. و حتی من تصویر از گرفتم، حتی میشه که این تصویر من برای شما بفرستم که برای دوستانشان بدیم که تصویر جالبی بود که من سبحان الله هم پلیس در خدمت مردم، هم پلیس این که اگر حاجی خسته بشه دست از اون میگیره، موظفین با اخلاق کامل با مهر و محبت با صمیمیت خاص. هر حاجی که میبینیم اظهار این را داره که سبحان الله چقدر موظفین و خادمین حرمین شریفین در خدمت مهمانان الله سبحانه و تعالی قرار دارند. تا به این لحظه امنیت این سرزمین دشمن شکن بوده و دشمنان این سرزمین قلب‌های اونها را تکه تکه کرده که حج این سال الحمدلله به خوبی و زیبایی سپری شد. عرفات بدون مشکلات الحمدلله سپری شد. جمعرات دیروز و امروز الحمدلله به زیبایی و مقبولی سپری میشه. و تا به این لحظه خود ما شخصا در همین مسیری که روان هستیم و در جایی که روان بودیم هیچ
مشکلی ندیدیم. امنیت کاملا برقرار، راحتی و حجاج کاملا اظهار رضایت و اظهار خوشحالی میکنند. الحمدلله. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که از وقت گرانبها و پرمصروف ترین اوقاتتان، واقعا خیلی ازدحام است، شلوغی هست. صدای شما هم دلالت به همین میکرد که اطراف شما چقدر ازدحام و شلوغ هست. تشکر از شما که لحظه ها و اجوای ایمانی حجاج گرام را برای بیننده های ما نقل کردین. واقعا خیلی مؤثر بود، تاثیرگذار بود. ما هیچ شک ندارم با شنیدن این صحبت های جالب و دلانگیز شما اشکهای هزاران بیننده ما جاری شده است بدون شک. تشکر از شما. از این زیاد وقت شما را نمیگیریم. بخیر بروید به سوی رمی جمراتتان. البته من و جناب دکتر نور امرای عزیز که کنار من نشستن، محمد جان، فرید جان و جاوید جان که در همین لحظه خدمت ما و بیننده ها قرار دارند و تمام بیننده های عزیز گرامی شبکه جهانی وصال حق که هم اکنون صدای ما را میشنوند، تصاویر ما را میبینند و تمام امت اسلامی را از دعای خیرتان فراموش نکنید، بخصوص ملت رنج دیده افغانستان را. ما هم سلام های این کاروانی که همراه ما هستند، جمع دوستا و بزرگان، خدمت شما و خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که خدمات شباب روزی در وصال حق دارند، خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم و علیکم السلام. باشید، مطمئن باشید که در دعای هر عزیز و حاجی که وصال حق در میبیند در حق شما دعا کرده و الله سبحانه و تعالی شما موفق و پیروز داشته باشه. بارک الله فیکم. اگر خدمتی نباشه که ما بریم نزدیک شدیم دیگه که دشمن رو بزنیم. بفرمایید. جزاکم الله خیرا. بفرمایید. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فی امان الله. خدا حافظتان. بیننده های عزیز، صحبت بود با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری که همین لحظه داشتن به سوی جمرات می رفتن تا جمرات سیگانه را با سنگریزه ها بزنن. گفتن با کاروان حجاج مهاجر افغانی البته که از اروپا تشریف آوردن همراهشان بودن، از اجوا و لحظه های ایمانی آنجا صحبت کردن. گفتن بعضی بزرگسال های بود که ما دیروز نیابتا از طرف آنها رمی جمره را انجام دادیم که البته در رمی جمره کسانی که مشکل دارن، مشکل صحی دارن، نمیتوانند بروان خودشان رمی جمره را انجام بدن، میتونن که حاجی دیگری را نایب خود قرار بدن، سنگریزه های خود را برای او بدهند و او از طرف این وکیل شود و رمی جمرهشان را انجام بدهند. گفتن دیروز البته ما نایب شده بودیم از طرف بعض برادرها و خواهرهایی که بزرگسال بودن، ضعیف بودن، نمیتونستن، اما امروز اصرار زیادی کردیم که ما از طرف آنها وکیل شویم و رمی جمرهشان را انجام بدیم. اما شوق و عشق و علاقه‌ای که آنها با این مشاعر داشتن، گفتن نه، امروز ما خودمان حتما میریم تا این سرزمین مبارک را با چشمان خود ببینیم، این مشعر مبارک را با چشمان خود ببینیم و با دستان خود رمی جمره را انجام بدیم. البته در مورد اجوای امنیتی و از برخورد و خدماتی که دولت عربستان سعودی و پلیس عربستان سعودی در هنگام مراسم حج انجام میتن چقدر اظهار رضایت کردن. گفتن تمام حجاج امسال با بهترین وجه ممکن دارن مراسم حج را انجام میتن و پلیس در این هوای گرم در خدمت مردم هستند. سعی میکنن که کسانی که زیر عرق از مسیر جمرات عبور میکنن و میگذرن با آب سرد آنها را میخوان سرد بکنن، با کارتن ها، با تکه های کاغذ دارن آنها را پکه میکنن تا آنها را سرد کنن. حتی گفتن یکی از بزرگسال هایی که ضعیف شده بود و مثل که پای درد بوده و مسلمان خدا نشسته دیگه توان راه رفتن نداشته، پلیس ها آمدن یکیش پایش را مساج میدن و چاپی میکنن، یکیش سرش را میماله، یکی بالای سرش آب میریزه. که این لحظه ها را وقتی که ما میبینیم پلیس عربستان سعودی به خصوص کسانی که در مشاعر مقدسه موظف هستند تا مهمانان خداوند را میزبانی کنند و خدمتگزاری کنند، واقعا خدمات آنها را وقتی که آدم میبینه همان انما المؤمنون اخوه، همان ایثار، قربانی، هم دیگر پذیری و برتری دادن یک دیگر بالای خود
این همه اجوای ایمانی جناب دکتر، واقعا شما هم بارها شاهد چنین صحنه ها بودید، چقدر دلانگیز است، چقدر عشق انسان از شوق با دیدن این صحنه ها میریزد. دقیقاً. و این البته این صحنه ها برای ما اصلا نه جدید هست و نه هم تعجب آور. کل بسیار فرهنگ اسلامی همین هست، فرهنگ به اصطلاح گذشت، فرهنگ ایثار، فرهنگ کمک به مستمندان، به مظلومان، به ضعیفان. این رو به اصطلاح وقتی که یک پلیس یا یک انسانی انجام میده، از باب این انجام نمیده که این وظیفه هست و در مقابل این حقوقی میره. کسی برای این از این مورد نمیگیره. این وظیفهش این نیست که بیاد به اصطلاح یک حاجی رو آب بده یا سرش نیست. اصلا این جزئی از وظیفهش نیست و هیچ کسی هم ازش انتظار نداره. اما خودش این رو یک نوع عبادت تلقی میکنه. وقتی این کار رو میکنه، رابطهش با حکومت و با نظام نیست. رابطهش با خداست. همه این مسائل رو انجام میده به خاطر دست آوردن رضایت الهی، به خاطر رسیدن به خوشنودی پروردگار یکتا. میبینیم اونجا همون پلیسی که به اصطلاح این زحمت رو میکشه، کارتون به اصطلاح آب میوه تقسیم میکنه، این آب میوه رو از حقوق خودش، از پول خودش میگیره. هم خودش خوشحاله، هم خانواده‌ای که این در واقع لقمه ای هست که از دهن اونها میگیره و میده به حاجیان. اون خانواده هم خوشحالن، هم پدر مادر، هم خویشان، هم فرزندان، همه خوشحالن و با عشق و علاقه میبینیم که همون فرزند اون خانواده است، خانم اون پلیس هست یا خانم اون فرد هست که به اصطلاح میره تهیه میکنه و به اونجا میرسونه. که خود رسوندن اون خدمات به اون میدان خودش باز یک زحمتی داره و یک خستگی داره و یک که اونجا به اصطلاح نه وسیله نقلیه میتونه تردد کنه و نه یک فاصله ای هست که حداقل باید 5-6 کیلومتر اون خانم یا اون آقا پسر یک کارتون آب میوه رو سرش بذاره و سعی کنه که به پدرش برسونه که اونجا باز تقسیم کنه در بین حاجی. بالکل. جزاکم الله خیرا. تکبیر بگوییم همراه به بیننده ها. بیننده های عزیز زمزمه کنید تکبیر را. روزهای تشریق هست، البته با صدای بلند. با صدای بلند. بله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم خدمت شما با موضوع فلسفه عید و نشر زنده مراسم مشعر منا. با ما باشید. يا عيد يا عيد المحبة جينا مثل شوق الأحبة كل الفرح ويا سعادة بنجتمع باللي نحبه يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا عيدنا عواد يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا واحتفل فيك النبي جابك الله واحتفل فيك النبي كل ما جيت انشرحنا كلنا كل ما جيت انشرحنا كلنا عيدنا عيدنا عواد
وقولوا مبروك العيد مبروك العيد. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با ویژه برنامه رکن پنجم و پخش زنده مراسم حج از مشعر منا خدمت شما هستیم. البته حجاج گرامی دارن میروند به سوی جمرات تا جمرات سیگانه را امروز رمی کنند و تعدادشان که طواف افاضه را انجام ندادن میروند طواف افاضهشان را هم انجام میتن، اما اکثریتشان البته طواف افاضهشان را دیروز و دیشب انجام دادن. بعد از رمی جمرات برمیگردند به خیمه هایشان تا امشب را در منا سپری نمایند. باز هم یک دیگر از همکاران عزیزمان در شبکه جهانی وصال حق فعلا در مشعر منا شاید باشند. روی خط هستند استاد اجاز الحق عتید. استاد عتید عزیز، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. بله فرید جان، ما صدای استاد عتید را نداریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد بزرگوار. جاوید جان، ما صدای استاد عتید را درست نداریم، صدایشان واضح نیست. میشه؟ بله سلام علیکم استاد عتید عزیز، چه حال دارید؟ خوب هستید؟ بله من صدای شما را دارم. استاد شما ان شاء الله که صدای ما را داشته باشید. بله حالا صدایتان خوب شد. خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. البته در کنار من جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم حضور دارند که خدمتتان عرض سلام و ادب دارند. سلام های من هم برای جناب دکتر فیلبر هستانین و همه همکاران شبکه جهانی وصال حق سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. امیدوارم که روز دوم عید با خوشی تبریک کرده باشیم. الحمدلله روز دوم عید ما و جناب دکتر با بهترین وجه داره میگذره، خصوصا در میان شما حجاج گرامی و همچنان بیننده های عزیز شبکه جهانی وصال حق. از این کرده جای سپری کردن خوبی برای عید نداریم جناب دکتر. استاد عتید عزیز میشه بله میشه بگویید که فعلا در کجا تشریف دارید؟ فعلا در منا هستیم، پایینتر از مسجد خیف. دیگر ساعت پیش رفته بودیم برای ادای جمرات ثلاثه که اونجا خیلی یعنی بعد از نماز ظهر دیگر حجاج داشتن کم میرسن دیگر به طرف جمرات. دیگر ما هم ساعت پیش به طرف جمرات رفتیم و هر سه جمره را به اصطلاح مراسمش انجام دادیم. دوباره برگشتیم و فعلا نزدیک مسجد خیف هستیم. شما رمی جمره را انجام دادین؟ بله جمرات فرسیش انجام شد و فعلا برگشتیم به سوی خیمه هایی که هست. بسیار خوب. به سوی خیمه ها روان هستیم. بسیار خوب. چطور بود؟ ازدحام، شلوغ زیاد بود یا راحت تانستین که رمی جمره را انجام بدین؟ بله خیلی با وجودی که جمع جوش حجاج بسیار بیش از حد هست، یعنی حجاج هست که میاین و دوباره برمیگردن. باز هم هیچ گونه مشکلی در خود جمرات نیست. خیلی راحت آدم میتونه که هر سه جمره را با خیلی راحتی یعنی سنگار خود را بزنه و دوباره بر بگرده. یعنی بدون هیچ گونه مشکلی حجاج با راحتی میتونن که این مراسم انجام بدن. الحمدلله. اگر 10 سال قبل به حج می آمدین فکر نمی کنم با این راحتی میتونستین رمی جمره را انجام بدین؟ نفهمیدم جناب استاد. گفتم اگر قبل از 10 سال به حج می آمدین فکر نمی کنم با این راحتی که امروز رمی جمره را انجام دادین میتونستین که انجام بدین. چون اون وقت توصیه نشده بود. اینجا انجام گرفته تقریبا حدود فکر کنم 4 منزل هست جمرات. خیلی راحتی میتونن که حجاج این مراسم انجام بدن و هیچ گونه تکلیفی هم نیست در انجام دادن مراسم جمرات. الحمدلله. جناب دکتر عمرای عزیز سوال دارن، میگویند که از استاد عتیدی عزیز بپرسید که والدیتان ماشاءالله در این سفر مبارک شما را همراهی میکنن، میگن شما چابکتر بودید، قویتر بودید در ادای مناسک یا والده محترمتان؟ والله اگر برای طلب یک سخن دیگر بگم شاید قبول نکنید.
قبول میکنیم هر چی که میگی. اگرم سال خورده نیستن، اما در تمام مناسک حج که بود اونا از من که قوی‌تر بودن، تا که اونا رو من حتی گم میکردم، اونا پیش از من میرفتن و من در عقب میماندم دیگه، اونا دوباره پیش من میامدن محرم میبودن. نمیفهم که من برای از اونا محرمیت میکردم یا چه قسم، یعنی همکاری میکردم. یعنی اونا ماشاءالله خیلی قوی‌تر و بسیار با انرژی قوی اونا همه مناسک انجام دادن. ماشاءالله. و روز قبل از عرفات تا منا و بعد از تا حرم شریف همه راه پیاده گشتیم، یعنی حدود الله اکبر. از عرفات تا مزدلفه، از مزدلفه تا منا، از منا بعد از او به حرم شریف همه راه پیاده گشتیم. الله اکبر. ماشاءالله بسیار انرژی هستن الحمدلله. جناب دکتر شنیدین؟ گفتن از عرفات تا مزدلفه، از مزدلفه تا منا، از منا تا مکه مکرمه همه را پیاده گشتن. چیزی حدود تقریبا 20 کیلومتر. بدون شک 20 کیلومتر هست، بدون شک. این همه را با پا گشتن. باور میکنید؟ خیلی از حاجیان این کار رو میکنند یا شاید قریب اتفاق حاجیان این مسیر رو پیاده طی میکنند، چون که منتظر ماندن اتوبوس ها و مثلا وسایل نقلیه اصلا وقت گیر است. شنیدین که گفتن ماشاءالله والده محترمشون گفتن از خودم جلوتر میرفتن در هر جا. قاعدتاً، چون آقای استاد اجاز خودشون ماشاءالله خیلی قوی هستن. ماشاءالله. جزاکم الله خیرا استاد عتید عزیز. شما امشب را انشاءالله در خیمه های مینا سپری خواهید کرد، درست است؟ بله، امشب در مینا هستیم و فردا هم جمرات ثلاثه را رجم میکنیم. بعد از او اگر کسی که تعجیل داشت که اون میره طرف مسکن خود، اگر کسی که تعجیل نداشت دقیق کسی شب دیگه هم در بسیار خوب. شما بسیار خوب. میشه برای ما از خدماتی که ارائه شد در مسیر راهتان به سوی جمرات و در هنگام رمی جمرات، خدمات و سهولیاتی که برای شما آماده شده بود، از قبیل امنیت باشه یا خدمات دیگه باشه، چگونه یافتید شما؟ بله الحمدلله خیلی مسئولین امنیتی که اینجا توجیه شدن و همه کارمندانی که اینجا در مراسم حج موظف هستند همه شما یک مهربانی خاص با حجاج کرام اینجا برخورد میکنند و نمی‌ذارند بله در امر تفصیل به وجود آوردن تفصیلات برای حجاج و همچنان کنترل وضعیت واقعا ماشاءالله نیروهایی که اینجا هستن شبانه روز تماس میکنن تا مشکلی برای حجاج در اتفاق نیفتد. واقعا از مسئولینی که اینجا این خدمات انجام میدن من خودم من حیث یک شخصی که به حج آمده و طبعا نواجه حج هست خیلی خوشحالم و انشاءالله که الله تعالی حج کنه. بسیار خوب. تشکر استاد اجاز عتید که از مشعر منا با ما بودید. تشکر از شما همکار عزیزمان در شبکه جهانی وصال حق. البته از دعای خیرتان ما و جناب دکتر و دستاندارکاران شبکه و تمام بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق را از دعای خیرتان فراموش نکنید. انشاءالله ما هم برای ما دعا کنید، ما دعا داریم و روز سوم عید هم انشاءالله ان شاء الله. تشکر. سلامت باشید. خدا حافظتان استاد عتید عزیز. بله، صحبت داشتیم با استاد اجاز الحق عتید از همکاران عزیزمون در شبکه جهانی وصال حق که الحمدلله امسال ایشان با والده محترمشان مشرف به سفر حج، به این سفر مبارک شدن و از راحتی اعمال مناسک حج و خدماتی که را همیشه بدون شک تمام حجاج گرامی راضی هستند، رضایت نشان میدهند. تا هم اکنون البته هیچ نوع شکایتی از طرف ایشان در هیچ موردی شنیده نشده و از خداوند متعال دعا میکنیم که مراسم حج را که 2 روز دیگه آن باقی مانده با همین صلح و صفا و امنیت و استقرار و ثبات سپری شود. جناب دکتر شنیدین صحبت های استاد عتید عزیز را. ایشان نیز
اظهار رضایت کردن از خدماتی که را همیشه، از امنیتی که اونجا گرفته شده، از برخورد پلیس هایی که اونجا در خدمت حجاج هستند. شما هم گفتین که آنها این خدمات را یعنی مافوق حقوقشان است، این ارتباط به وظیفهشان نیست. وظیفهشان در جایی که مشخص است که جای 2 قدمشان است اونجا باید استاد باشن، هیچ حرکتی نکنن، نظرشان بالای حجاج باشه. وظیفهشان فقط همین است. اما اینکه این خدمات انسانی دیگر رو انجام میتن، این را فقط به خاطر ارتباطی که با پروردگارشان دارن و این را عبادت دانسته انجام میتن. دقیقاً. و در همچنین مواردی حالا ما حج خودش یک مدرسه ایمانی است بر اخلاق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یعنی در کل این مسیر همش برادری است، محبت هست، عطوفت هست، رسیدگی به همدیگه است، ایثار هست، گذشت هست، تفانی است. اینها را هر حاجی در قبال کل جمهور به اصطلاح حاضر اونجا وظیفه خودش میدونه. هر کسی که اونجا وجود داره فکر میکنه که من مسئولم در قبال امنیت و آسایش دیگران. این هست که این باعث میشه که در یک همچنین جمع گسترده‌ای، حالا شما ببینید در یک نمیدونم بازی فوتبال در فلان جا تماشاچی‌ها جمع میشن، تعدادشون چه هست؟ 10,000 20,000 30,000 نفر و به 100,000 نمیرسن. به حالا 100,000 هم برسه میبینیم که چقدر دعواها میشه، کشت و کشتارها میشه، نمیدونم بد و بیرا گفتنها میشه، گلو به گلوی همدیگر رو بگیر و مشت بزن و لگدکوب کردن و فلان و پلیس و گارد و همه اونجا میان برای به اصطلاح این جنجال ها رو تموم کردن و جلوگیری اینها. در حالی که در حج نزدیک به 4 میلیون فرد الان جمعیت اونجا حضور داره و شما یک مورد درگیری و فساد و بگو مگوی رو مشاهده نخواهید کرد، یک مورد فساد اخلاقی رو مشاهده نخواهید کرد و این خودش نشان بیانگر چه است؟ بیانگر این محبت و این چون اونجا رابطه ی هر فرد با خداش هست. اونجا هر یکی احساس میکنه که من در قبال عبادت هم با خدام مسئولم و در قبال به اصطلاح از چهره دیگه عبادت این هست که من با خلق خدا خوب باشم و به اصطلاح از راه خلق خدا به خدا برسم. تشکر. سلامت باشه جناب دکتر عمرای عزیز. شما داشتید در مورد فلسفه عید صحبت میکردید و فکر نمی کنم که فلسفه عید را بتانیم در یک جلسه تمام بکنیم. میخواهید موارد دیگه را اشاره بکنید؟ فلسفه عید واقعا یعنی یک چیز گسترده است. معانی و تأثیری که فی عید بر ثروتمندان داره، بر فقیران داره. عید اصلا یک مدت زمان معین هست. درست. جالب اینجاست هم هست که عید به اصطلاح جزئی از زمان هست، یک روزهای معینی هست، وقتش معین است، روز دیگری رو ما بیایم عید قرار بدیم. نه، این روز معین هست و به خصوص روز عید به اصطلاح اضحی، عید قربان. عید قربان رو خداوند طوری به اصطلاح برنامه‌ریزی کرده که گویا این عید نقطه تحول سال هست. ما در عید به اصطلاح فطر خب یه عیدی هست که در میان سال میاد و به اصطلاح فلسفه خودش رو داره و مفاهیم خودش. اما در عید قربان اجتماع عید قربان اجتماع به اصطلاح حضور رساندنش واجب هست، همه باید اونجا باشند و این همین به اصطلاح مناسک حج این رو مهیا میکنه. احتمال داره حالا یه وقتی بشه یه صورتی به وجود بیاد که مثلا کل بشریت نتونن حرکت کنند و عید فطر مثلا برگزار نشه، اما عید به اصطلاح قربان امکان نداره چون که بسته است به حج و این حتما صورت میگیره. این تجمع بزرگ به وجود میاد، این یک نیرو میگیره، انسان یک انرژی میگیره برای سال جدید. ما در 2 سال داریم، در بین این 2 سال عید رو داریم. عید چه کار میکنه؟ انرژی به اصطلاح سال پیش رو، انرژی مثبتش رو میگیره، انرژی منفی که همون گناهان و زشتی ها باشه همه ذوب میشه، از بین میره. با یک انرژی 1 سال کامل ما وارد 1 سال جدید میشیم با یک انرژی و توان جدید وارد این
عبادت میشیم. مفاهیم اجتماعی این عید برای کودکان، برای ضعیفان، برای بزرگان، برای خانم‌ها، برای آقایون، برای خود جامعه، برای گناهکاران، حتی برای گناهکاران و کسایی که به اصطلاح با خدا مشکل دارن، این مشکل حل شد. کسانی که در بین همدیگه با هم مشکل دارن، با همون به آغوش گرفتن همدیگه، حلالیت طلبیدن، حلال کردن همدیگه، همه این مفاهیم حل میشه. ببینید شما در طول سال شاید از یکی خیلی عصبانی باشید، نتونید اون رو به اصطلاح ببخشید. اصلا عصبانیت و نتونستن بخشیدن یعنی چی؟ یعنی اینی که من یک اتهام بسیار بزرگی رو بر طرف مقابل دارم و این برگرفتن یا به دور انداختن این اتهام برای من امکان پذیر نیست. در جوی که عید ایجاد میکنه، یک جوی ایجاد میکنه که عذر تراشی ها میشه. خود به خود نیرویی که در انسان تولید میشه، این نیروی مثلا مثبت، این باعث میشه که انسان به عقلش بخوره که شاید این بنده خدا این کار رو در حق من کرد، یک عذری داشت، مال ثروت من رو بالا کشید، حالا شاید بیماری داشت، شاید مورد خاصی داشت، نیاز مبرمی داشت که نتونست حلی غیر از این پیدا کنه. اینجا میشه که این تا وقتی که عذر تراشی میاد، فوراً قضیه عفو و گذشت مطرح میشه. واسه همینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند التمس لاخیک 70 عذرا. برای برادری که باش یک مشکلی داری، یک چیزی رو نمیتونی ازش برداشت کنی، براش عذر بیار. وقتی که عذر تراشی کردی، براش بهانه آوردی که شاید این مورد به خاطر مسئله فلانی شد، اون حجم خشمی که در شما هست اون کمر شکسته میشه، شما آرام میتونید به اصطلاح اون رو در آغوش بگیرید یا ببخشید. در این فضا خود به خود ایجاد میشه از اون نیروی به اصطلاح انرژی که در هوا و در فضای عید وجود داره. جزاکم الله خیرا. شما این فلسفه عید را و دروس و مفاهیم عمیقی که در عید نهفته است گفتید، یکی از عبادات است، محض یک ساعت تیری، تفریح، خوشگذرانی یا له و لعب نیست، بلکه عبادت هست که در آن مفاهیم و معانی عمیقی شامل آن هست. از این مفاهیم همین است که همین خوشی، همین شادی، همین لهو و طربی که توش هست، همه اینها خودش جزئی از اون عبادت میشه. خود همین شادی، همین خوشی ها، همین نمیدونم تقسیم شیرینی، همین در آغوش گرفتن همدیگه، همین لبخند زدن به همدیگه، شاد کردن همدیگه و شاد بودن، دید و بازدیدها، همه اینها میشه عبادت. الله اکبر. اما با نظر داشته وضع وخیم فعلی جهان اسلام برابر است که سوریه را بنگریم یا عراق را بنگریم، حالت افغانستان را بنگریم یا حالت میانمار را بنگریم یا دیگر کشورهای اسلامی که دارای مشکلات خیلی زیاد هستند و مسلمان ها در هر جایی که هستند خیلی ضعیف و مظلوم هستند، خصوصا اهل سنت ایران. تنها اهل سنت ایران نه، حتی اهل تشیع ایران هم فعلا دارن عذاب میکشن و شکنجه میشوند. همین که از حج امسال محروم شدن این بزرگترین ضربه بود که رژیم ایران بر ملت خود وارد کرد. آیا با این حالت دیگرگونی باز هم نیازی هست که ما عیدی داشته باشیم؟ اسلام باز هم میاد برای برگزاری این مراسم و این عید اصرار دارد. این اصرار چی معنا دارد؟ استاد رحیمی عزیز، در عبادت ها وقتی نگاه میکنیم یه چیز بسیار زیبایی مد نظر میشه. مثلا آقا موردی پیش اومد، بله، طرف سفر هست، در ترس هست، فلان هست، عبادت میاد براش چی میشه؟ براش یک حالت، مثلا آقا در سفر هستید، به جای 4 رکعت نماز 2 رکعت بخون. آقا در مورد خاصی هست، خب میشه نمازت رو تأخیر بندازی. نمیدونم در مورد خاصی هست، آقا روزه رو افطار کن. بله. اما چیزی که به اصطلاح عید رو برداریم وجود نداره. عجیب این هست که عید در واقع چون که یک نیروی تحول آفرین هست. من اینجا یک قصه زیبایی یاد میاد، یک واقعه تاریخی زیبایی. بله. که وقتی که جنگ بود بین آمریکا و کره، کره‌ای‌ها خیلی از سربازان آمریکایی رو به اسارت گرفته بودن. درست.
یک اتفاقی که یکی از پژوهشگران روانشناسی آمریکا انجام داده بود به نام ویلیام مایر، این رسیده بود به یک چیز شگفت انگیزی که در یکی از کمپ‌هایی که کره‌ای ها برای سربازان آمریکایی تهیه دیده بودند، در اونجا 1000 تا سرباز گذاشته بودن تو این کمپ. درصد آمار مرگ و میر در بین این سربازها چیز شگفت انگیزی بود. خیلی تعجب برآور بود که اینجا سربازا خیلی زیاد میمیرن. وقتی که ایشون رفت این پژوهش رو انجام داد و بررسی کرد، دید که عجیب هست که در این کمپ هیچ یکی از سربازان شکنجه نمیشه. برخلاف زندانهای دیگر این کمپ دیوارهای بلند نداره، یعنی امکان فرار هم هست. رسیدگی به اصطلاح از نظر بهداشت، خورد و خوراک در این کمپ طبق قوانین بین المللی با بهترین وضع با این سربازان برخورد میشه. با این وجود آمار مرگ و میر خیلی بالاست. وقتی که دقت کرد دید اینا در این کمپ چه کار میکنن. در این کمپ تمام اخباری که اونجا منتشر میشد اخباری بود که حکومت کره به شیوه بسیار دقیقی اونجا مطرح میکرد. همه اخبار بد بود که در آمریکا امروز چنین اتفاقی افتاده، در آمریکا چند نفر مردن، در آمریکا گرانی هست، در آمریکا بیبندوباری هست، در آمریکا بیکاری هست، در آمریکا کشت و کشتار هست، در فلانجا انفجاری صورت گرفت. همه اخبار بد اونجا میشه، منفی. یک خبر مثبت هم پخش نمیشه. یه مورد این رو ملاحظه کرد. یه مورد دیگه این که اینا قانونی گذاشته بودند که هر یک از سربازان صبح روز که صف صبحگاه میشه بلند بشه جلوی دیگر رفیقاش بیاد تعریف کنه از یک خیانتی که کرده در حق دوستی، عزیزی، پدر مادری، خواهر برادری که از عزیزانش یک خیانتی کرده، یک ظلم و ستمی کرده. این رو بیاد در سر ملأ این رو در جلوی همه بیان کنه که من چنین خیانتی در حق به اصطلاح همسرم یا فلان شخص انجام دادم. یه مورد دیگه که به اصطلاح ملاحظه کرد این بود که به اینها گفته بودند که هر کسی خبری کرد، یک چغلی کرد، یک چاپلوسی کرد، یک خبر بدی، یک جاسوسی کرد در حق یکی از رفیقاش، یک سیگار بهش جایزه میدیم. خب و جالب هم اینجا بود که وقتی کسی میرفت جاسوسی میکرد و مثلا خبر رسانی میکرد، اون کسی که ازش خبر برده بودن اون رو مورد محاسبه قرار نمیدادن. این باعث شده بود که همه جاسوس بشن. خب وقتی میریم یک جاسوسی میکنیم کسی رو به اصطلاح بد نمیکنه. من رفتم جاسوسی رفیقم کردم، اون رفیقم رو مثلا شکنجه نمیکنن، بازخواستش نمیکنن، یا حرفی رو من رسوندم. تنها یک سیگریت که من میگیرم اون جایزه هست. این باعث شد که بعد این دید که این چه اتفاقی به اصطلاح صورت میگیره. وقتی که به اینها گفته همه اخبار بد رو به اینها میرسوندن، این باعث میشد که در افراد نوعی ناامیدی به وجود بیاد. امید دیگه به زندگی نیست، امید به آزادی ندارن. حتی اگر میگه که آزاد بشم کجا میخوام برم؟ یه کشوری که از اینجا بدتره، پس چرا فرار کنم؟ چرا خودم رو زحمت بکشم؟ همینجا به اصطلاح میمونم. مورد دوم که می اومدن جلوی مردم به اصطلاح خیانت خودشون رو بیان میکردن، اون احترام و شخصیت هیبتی که اون شخص در خودش برای خودش داشت اون اونجا ذوب میشه، از بین میره. احترام به خودش از بین میره و احترامش در چشم دیگران هم از بین میره. این کسی که به اصطلاح اون رو به عنوان یک افسر و یک فرمانده و یک ژنرال میشناختن، الان همه فهمیدن که این خائن بوده است، یک دزد بوده است، یک جنایتکار بوده است. همچنین احترامش در چشم مردم از بین میره، احترامش در جسم خودش از بین میره. مورد دوم اینی که به اصطلاح میرفتن جاسوسی میکردن، دیگه اعتماد به نفس، اعتماد به دیگران، همه این معانی مفقود میشد. اینها باعث میشد که چی؟ روحیه زندگی در اینها بمیره و اینها انگار که نوعی خودکشی صورت میگرفت. اینها زنده به گور میشدن. همون موردی که در ابتدای برنامه مثلا به اصطلاح گفتیم که مثلا در کشوری مثل ایران الان ما با همچین موردی روبرو هستیم، همش خبرهای منفی، یه خبر مثبت نداریم. تاریخ منفی و گریه و عزاداری، حال منفی و گریه و عزاداری،
آینده فسادی تاریک. که به تاریکی که باید امام زمان بیاد حلش بکنه. خب پس این ملت دیگه ملتی نیست که به صورت به سوی به اصطلاح پیشرفت باشه، امید داشته باشه. هر امیدی که به وجود میاد فوراً اون امید سرکوب میشه و از بین میره. یعنی الان ما میخوایم که مثلا در ایران یک تغییر و تحول بیاریم، فوراً اون کسایی که این عقل رو دارن میخوان تغییر و تحول داشته باشن در یک سلسله قطرهای زنجیره‌ای گردن زده میشن. وقتی میخوایم یک به اصطلاح تغییر و تحولات مثبتی بیاریم میبینیم که نه آقا، اون کسی که کارایی داره اون عقب انداخته میشه، یک آخوندی میاد به عنوان وزیر بهداشت، به عنوان وزیر آموزش پرورش، به عنوان وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع. اینا این کسی که به اصطلاح تو حوزه بلند شده و ضرب زیدون امرن میخونده الان میاد وزیر دفاع کشور میشه، وزیر به اصطلاح بهداشت میشه و در بیمارستان ما رو میچرخونه. اینجا باز عقلهای کشور فرار میکنن. به این صورت ما خودکشی دارین میکنیم. در واقع در دنیا همچنین حالتی رو ما باش رو به گریبان هستیم. اخبار بد، حوادث سوریه، حوادث عراق، حوادث فلان. عید میاد، کل این معادله‌ای که یک معادله‌ای هست که در واقع میخواد این همت و این روحیه و این آزادی خواهی رو در امت بکشه، این عید میاد این رو زنده میکنه که آقا با وجود همه وضعیت بحرانی فعلی من میخندم، من شادم، من امید دارم، امیدم به خداست، اعتمادم بر خداست، من آینده رو میبینم. این وضعیت فعلی من رو از اینی که در پی ساختن آینده باشم به اصطلاح دور نمیکنه. منی که به اصطلاح میام در یک عبادت حج هستم، میام مثلا در تصور من هست وقتی که من زیر فشار هستم، در افغانستان هستم، در ایران هستم، در فلسطین هستم، من تنها من چی میتونم بکنم؟ آیا میشه امت رو یک جا جمع کرد؟ حج میاد میگه ها اینا میشه. آیا میشه که ما شاد باشیم، در فکر ساختن آینده باشیم؟ ما میشه این وضعیت وخیمی که داریم رو عوض کنیم؟ عید میاد میگه ها بگیر میشه. خب این یک نوع روحیه دادن هست، یک نوع قدرت دادن هست و این باعث میشه که به اصطلاح امت اسلام یک جون میگیره. امت اسلام باری دیگه به اصطلاح اون مخی که زیر فشار بود با همه اخبار بعد، با همه فشارهایی که روش بود، این داشت به اصطلاح پژمرده میشد، الان دوباره روح میگیره، الان دوباره انرژی میگیره و شروع میکنه به حرکت. تشکر، سلامت باشید. اجازه بدین بریم به سراغ یکمان برنامه. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم با ادامه موضوع فلسفی عید و پخش زنده مراسم مشعر منا. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با ویژه برنامه رکن پنجم با موضوع فلسفه عید و نشر و پخش زنده مراسم حج از مشعر منا که رمی جمرات در آنجا فعلا در حال برگزاری هست. تعداد زیادی البته امروز رمی جمری خود را بعد از زوال آغاز کردن و انجام دادن و تعداد تا اکنون انجام میدهند. البته این سلسله ادامه دارد تا دیر شب. رمی جمرات سگانه امروز صورت میگیرد و فردا هم کار حجاج گرامی همین رمی جمره سگانه خواهد بود. از همکار عزیزم جاوید جان خواهش میکنم تا لحظات بعد شماره برنامه را زیرنویس بکنن. بیننده های عزیزی که میخواهند در این بحث با ما شریک شوند میتونن تماس بگیرن و همچنان روی مراسم حج و رمی جمرات اگر صحبت داشته باشند صحبتشان را میشنویم. جناب دکتر، قبل از اینکه تماس ها وصل شود میشه برای ما بگوید که چرا دین مبین اسلام با مشارکت تمام اقشار جامعه در مراسم عید تأکید می کند و اصرار دارد؟ آیا کفایت نمی کند که یک بخش از جامعه شریک شوند و این مراسم را انجام بدهند؟ ببینید در عید یک نعمت الهی و یک جایزه بزرگ تقسیم میشه.
واسه همینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاش دارن که همه رو تشویق کنند که همه افراد جامعه برند. اونایی که میتونن نماز بخونند خانم ها برند، آقایون برند، حتی اون خانم هایی که عذر شرعی دارند و نماز برشون نیست اونها هم برند در مصلی مسلمون یشهدو، یعنی در اون مصلی برند که شاهد این به اصطلاح اجتماع مسلمان‌ها باشن. چه اتفاقی در اونجا اتفاق میفته؟ ما یک چیزی داریم به نام به اصطلاح انرژی های درونی و حتی الان یک سیستم به اصطلاح یک شیوه درمانی هست به اصطلاح انرژی درمانی که به اصطلاح ما یک نیروهای داخلی هست و این نیروها در روز عید این انرژی به صورت مثبت اینقدر فراوان هست به شکل بسیار بزرگ و جالب همین است که نماز عید مثلا بعد از نماز ظهر نیست، نماز صبح است. خب و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید بورک لامتی فی بکورها، در صبحگاه امت من برکت داده شده. این برکت در جای خودش، این انرژی مثبتی که در روز عید هست که همه بیان از این انرژی بهره مند بشن، این قدرت رو بگیرن، این توان و این نیرو رو بگیرن و از این استفاده کنن در به اصطلاح ساختار زندگی خودشون. خداوند متعال یک نیروهای بسیار بزرگی در ما گذاشته که ما احیانا از این نیروها غافل هستیم. یک گنجهایی است در من فرد، گنجهایی است. مثلا خداوند متعال به من طلا داده، به من نقره داده، به من الماس داده، به من به اصطلاح نعمت‌های بزرگ داره، به من پول هم داده. یه وقتی میاد این پولی که ناچیزترین چیز هست چشمگیر میشه. یه فرد میاد میگه که من پول ندارم پس من هیچ کاره نیستم، من هیچ چیزی نمیتونم بکنم، من هیچ فایده ای از من نیست و من دست و پا چلفتم، خودم رو تو زندان انداختم و افتاده میبینم. در حالی که منی که پول ندارم عقل دارم، توان دارم، قدرت دارم، به اصطلاح بینش دارم، هدف دارم. اینی که وقتی اصلا خداوند متعال در افراد نعمت‌هایی که به اصطلاح تقسیم کرده به صورت متساوی تقسیم کرده. یعنی اینی که من فرد هر هدفی رو که میخوام بهش برسم یا توانایی اون رو دارم که بهش برسم، این در ذهن من میاد. اگر به ذهن من اومد که من به اصطلاح نمیتونم فلانی رو ازش در بگذرم، بله، یعنی اینی که در من این قدرت ها هست که من از اون در بگذرم، اما من نمیخوام این قدرتم رو استفاده کنم. وقتی که من یه فکری به ذهنم میاد، یک هدفی میاد که من باید چنین میکردم، ای کاش من میتونستم این کار رو انجام بدم، من میتونستم به این منصب برسم، به این قدرت اقتصادی برسم، به این پروسه رو عملی بکنم. یعنی اینی که تمام اون قدرت هایی که منو برای رسیدن به این هدف، به این نقطه به اصطلاح میتونه برسه در من هست. تمام اون قدرت ها، تمام اون انرژی ها در من هست. حالا منم که این انرژی رو استفاده میکنم یا نمیکنم. واسه همینه که ما در عید میبینیم اون افرادی که با هم پدرکشتگی دارن، اون افرادی که با هم دشمنی خیلی سخت دارن، میبینیم که در عید این حقد و کینه‌ای که قبل از عید بود اگر در این اجتماع به اصطلاح نماز عید شرکت کردن، اون کسی که در اجتماع نماز عید شرکت نمیکنه احساس طعم عید نمیکنه، مزه عید رو انگار نچشیده. چرا؟ چون که از اون نیرو و انرژی مثبتی که اونجا تقسیم میشد از اون بهره درست نگرفته. خب و اونی که اونجا شرکت کرده، الان شما میگید که آقا فلانی به اصطلاح به هر حال اشتباه صورت گرفته بود، تصادف شده بود، پدر شما در اون تصادف کشته شده بود، اون بنده خدا گناهی نداشت، حالا اشتباهی صورت گرفته بود، پسر کوچیک به اصطلاح ماشین رو بدون اجازه پدرش گرفته بود و فلان. اینجا الان یک به اصطلاح عذر تراشی هایی مطرح میشه. عذر تراشی که مطرح شد، اون کینه و حق تراشی صورت میگیره و اینجا ما میبینیم که افراد همدیگر رو با آغوش میگیرن، حق خودشون رو بر هم میبخشن و دشمنی ها، کدورت ها، سوء ظن ها، گمان های بد همه ذوب میشه و جامعه به هم نزدیک میشه. اینا همش به اصطلاح اثر اون انرژی هست که در روز عید و در مصلای عید پخش میشه. واسه همین است که ما میبینیم فقها بر این تأکید دارن که اگر میخواید نماز عید رو بخونید باید نماز عید رو کل شهر در یه جا بخونن. نماز عید رو کل شهر در یه جا میخونن
به اصطلاح یک رنگ و روی خاصی هست، یک به اصطلاح جشنواره بسیار قوی هست که این جشنواره یه جشنواره خوشگذرانی و لهو و لعب نیست، یک جشنواره خوشی عبادی هست که خود این خوشی و شادی عبادت هست و وصل هست با یک چیزی، با یک عبادت پیشین، وصل هست با به اصطلاح مراسم حج، وصل هست با تاریخ ابراهیم و قربانی و بشریت و ایمان و فلان. در عید فطر هم وصل هست با روزه. کدوم روزه؟ اون روزه‌ای که کتب علیکم الصیام و کما کتب علی الذین من قبلکم، اون روزه‌ای که فقط مال شما نیست، مال تاریخ دعوت توحید و ایمان و خداپرستی است. یعنی ما وصل میشه اون فرد واحد با یک سیل خروشانی از امت، وصل میشه با یک کهکشانی از تاریخ انبیا و بشریت و امتهای گذشته و ایمان. خب اینا همش یک قدرت‌ها و نیروهایی در فرد ایجاد میکنه که فرد بینش، نگرشش فرق میکنه، زاویه دیدش بر زندگی فرق میکنه، قدرت‌ها و توانمندی‌ها و تفکیرها. این در واقع اید یک نوع تغییر و تحول میشه. همونطور که گفتیم اید یک انتقال از یک سال به سال هست، به خصوص اید قربان که ما سال گذشته رو به اصطلاح سپری میکنیم، بعد وارد محرم و سال جدید میشیم. خب این وارد شدن با سال جدید با نیرو و انرژی مثبتی که داریم و زدن انرژی منفی، خود اصلا انرژی منفی، خود گناه انرژی منفی است و گناه اصلا رنگش سیاه هست و ما هم دیدیم که به اصطلاح در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از سنگ سفید بهشتی حجر الابیض بر اثر گناهان بنی آدم شد حجر اسود، شد سنگ سیاه. این گناهان اونجا رفتن و قلبها پاک شد و قلب انسان اصلا گناهها و اون فشارهایی که روی انسان میاد در داخل جسم هست. ببینید کسی که روش فشار میاد میگن که خبر ناگوار شنید یک بعدی شد، چی کار کرد؟ سکته کرد، یعنی هیچ حرفی نشد، هیچ موردی نشد. اون فشاری که اون خبر بد بر اون آورد باعث شد که مغزش از کار بیفته، باعث شد قلبش از کار بیفته، احیانا باعث میشه که طرف مغز بگیره و شکمش از کار بیفته. یعنی این انرژی های منفی در داخل انسان این تغییر و تحولات رو به وجود میاره. حالا ما چه کار میکنیم با این؟ ما میایم انرژی مثبت میگیریم و ان الحسنات یذهبن السیئات. همیشه انرژی مثبت قوی تره. عبادت همیشه قوی تر است از گناه و عبادت هست که گناه رو دور میکنه. گناهان بسیار زیاد میبینیم با یه توبه صادقانه همش از بین میره. این نیروی مثبتی که در انسان ایجاد میشه، این قدرت و توانمندی که به اصطلاح اید میده، این باعث میشه که دیگه خیلی از بیماری های فرد درمان بشه. در خود روز عید شما اگر توجه کنید، خیلی از افرادی که در روز قبل از عید آه و ناله میکردند و مشکل داشتند، در روز عید میبینیم که تو مسجد جماعت اومده، نتونست نماز فجر بره اما نماز عید رو اومد. یعنی یک انرژی که در اون ایجاد میشه حتی در روی صحت اون تأثیر مثبت میذاره. جزاکم الله خیرا. بنده های عزیز، البته دیدید که اذان مغرب از مناره های مسجد الحرام بلند می شد و طرف دیگه تصویر هم مشعر مینا بود که حجاج کرام دارن میاین به سوی جمرات و جمرات سیگانه را رمی میکنن. هر جمره را با 7 سنگریزه با نام الله، الله اکبر گویان هر سنگریزه را به سوی هدف معین و مشخص پرتاب میکنن. البته در مکه مکرمه در هنگام اذان مغرب طواف هم ادامه داره.
تا اقامه نماز مغرب البته این طواف ادامه خواهد داشت و با اقامه نماز مغرب مردم مصروف نماز مغرب می شوند و نماز مغرب را ادا می کنند و سپس بقیه طواف را بعد از ادا نمودن نماز مغرب انجام می دهند. این سلسله رمی جمرات ادامه داره، فکر می کنم تا دیر شب ادامه خواهد داشت، چون چند میلیون حاجی هست. با آنکه توصیه خیلی بزرگ و چشمگیری و بی سابقه در مشعر جمرات صورت گرفته، قبل از 10 سال چنین چیزی نبود و راه رفت و آمد هم یکی بوده. بارها تصادم حجاج در مشعر جمرات باعث تلفات جانی حجاج می شد، اما حالا منزل یا اما بیلدینگی که برای جمرات ساختن در 4 طبقه است که از 4 طرف حجاج همزمان می آیند و کسانی که از هر مسیری که می آیند با کسانی که رمی جمره می کنند و می روند هیچ نوع تصادم، هیچ نوع برخورد، هیچ نوع تقابلی دیده نمی شود، چون راههایشان کاملا متفاوت است. از مسیرهایی که می آیند از مسیر دیگه می روند و کسایی که از مسیر دیگه وارد می شوند راههای خروجی آنها از جمرات متفاوت هست. یک شکل بسیار زیبا وقتی که بر آخرین طبق منزل یا عماره جمرات اگر بلند شویم، پایین را ببینید که بسیار زیباست. یعنی از مسیرهای دور پلهای هوایی ساخته شده که بالای آن پلها حجاج حرکت می کنند و به سوی جمرات و به سوی رمی جمرات می آیند. البته در سالهای اخیر توسط قطار ریل میگین جناب دکتر؟ قطار ریل آهن. قطار لاهن میگین؟ ریل آهن به اصطلاح آهن نبود قبلا و الان به اصطلاح قطار احداث شده است در مسیر عرفات تا منی. بله. و الحمدلله الان قطار که به اصطلاح گسترش پیدا میکنه، الان قطار حرمین هم که شاید به زودی به اصطلاح راه اندازی بشه از مدینه منوره به مکه مکرمه و قطار سریع السیر هم که هست. خیلی قضیه تردد به اصطلاح بین حرمین بسیار آسان و راحت می شود. بله. قبل از اینکه این ریل آهن یا قطار نبود، رفتن به جمرات البته خصوصا کسایی که از آخرین نقاط منی یا از بدایه های مزدلفه یا از عرفات می آمدن مشکل بود، اما حالا تعداد زیادی از حجاج که توسط ریل آهن و قطار می آیند واقعا خیلی یعنی خیلی راحت شده ادای مناسک حج با این توصیه بزرگی که در سالهای اخیر دولت عربستان سعودی در مشاعر مقدسه، حتی در حرمین، البته در مسجد نبوی، مسجد الحرام، توصیه های خیلی بزرگ و چشمگیری که صورت گرفته واقعا قابل غبطه و رشک است جناب دکتر. البته این همه با سرمایه دولت میشه، با بیت المال عربستان سعودی صورت میگیره. هیچ نوع پول خمسی برای این توصیه ها گرفته نمیشه از ملت. البته چند سال قبل با یکی از حجاج ایرانی وقتی روبرو شدم گفتم شما چطور به حج میایید، چقدر میپردازید؟ گفتن که پولی که ما برای حج میپردازیم حدود $30,000 بود اون وقت، اما تا اینکه خمس مالمون را ندیم اجازه نمیدن به حج بیاییم. حالا گرفتن خمس مال با حج چه ارتباط داره؟ مثلا یک نفر اگر $500,000 دارد باید 100,000 اون را دولت بگیرد دیگه. دولت نه، به آخوند بده. آخوندی که بر همه چیز چیره است و هم مال مردم رو میچاپه و هم ناموس مردم رو به نام به اصطلاح صیغه و این مزخرفات. جاوید جان، اگر تماس های از بیننده ها هست میتونین وصل بکنین صدای گرمشان رو بشنویم. اولین بیننده را به اجازه جناب دکتر میگیرم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ویژه برنامه رکن پنجم هست، بفرمایید. نیده بر شما استاد محترم، بر جناب دکتر عمر و خدمت تمامی استادان عزیز تبریک و تحیت عرض میکنم و ملت غیر افغانستان اینجا تبریک میگم.
تشکر، سلامت باشید. عید شما هم مبارک باشد، روزهای خوشی داشته باشید. خواهر گرامی، موضوع برنامه ما فلسفه عید بود. البته پوشش مستقیم و زنده از مشعر منا داشتیم که حجاج گرامی داشتن رمی جمرات را انجام میدادن. روی موضوع ما هم اگر صحبت دارید بفرمایید. نکنم صحبتی ندارم. من خواستم بگویم که بازپخش برنامه صد اینجا پخش میشه. بازپخش برنامه ویژه برنامه عید هدفتان است؟ بله برنامه که دیشب داشتیم؟ بله. درست است. میپرسیم که تکرار هم داره یا خیر؟ یعنی یک جای سوال است که تکرار داره یا خیر، چون برنامه های ما کاملا برنامه های حج است. جدول هم کاملا پر هست. فکر نمی کنم که بتانن تکراری داشته باشه، اما البته در یوتیوب شبکه جهانی وصال حق میگذارن. تمام برنامه ها را میتونید از اونجا دنبال کنید. درست است. تشکر. جزاک الله خیرا. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تماستان خواهر گرامی. خداحافظتان. بله میریم به سراغ برنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. تماسشون قطع شد. برنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. الو سلام. و علیکم سلام و رحمت الله. سلامت و زنده باشد برنده عزیز. میخواستم من مسعود هستم از ایران تماس میگیرم به خدمتتون. مسعود جان از ایران خوش آمدید. بفرمایید برنده عزیز. از هرات؟ بخیر خوشی باشین. من میخواستم یک نکته را عرض بکنم به خدمت شما. برنده عزیز از هرات تماس گرفتین یا از ایران؟ من از ایران تماس گرفتم. ایران. از ایران. بله بفرمایید برنده عزیز. من یک نکته میخواستم به خدمت شما گفته کنم که سال گذشته اتفاقات ناگواری افتاد و بر مسلمان سخت ایران آمد، اما نکته که هست اینجاست که دولت آل سعود باید پاسخگو می بود درباره کشته شدگانی که در منا جان باختن. بیش از چندین هزار نفر اونجا دست و پا دادن، از تشنگی از آتش جان باختن. این افراد از جانشان که از انعام و چهارپا بهتر و بالاتر بود، اینطور نبود. وقت شما گوسفندا آنجا نشستید، اونجا از آل سعود دفاع میکنید. خب سوالتون رو گرفتیم برنده عزیز. پاسختان را انشاءالله از جناب دکتر عمرای عزیز خواهید شنید. جناب دکتر عمرای عزیز، حادثه شما روی خط باشید. حادثه سال گذشته که در مینا رخ داد، عزیزی که خیلی ماشاءالله با ادب بودن، مشتاق به اصطلاح این حس انسان دوستی رو دارند. ای کاش این حس انسان دوستی رو در مقابل اون همه انسان‌هایی که روزانه در ایران کشته میشن، اون همه مظلومانی که در زندان‌ها گردن زده میشن، اون جوانایی که در زندان چندی پیش اعدام شدن، اون ملت مظلوم سوریه‌ای که روزانه توسط فداوند حزب الله و حزب الله و نظام ولایت فقیه فاشیسم در سوریه و عراق و یمن کشته میشن. ای کاش این حس انسان دوستی رو اونجا هم می‌داشت و ای کاش یه مقداری عقلش رو هم به کار می‌گرفت. برادر عزیز، اگر شما در منا نبودید، سال گذشته من اونجا بودم و بعد از حادثه منا بنده در همین استودیو کل به اصطلاح حکایت منا و اون چون اونجا گذشت رو اینجا حکایت کردیم. شما چرا عقلت رو مثلا میدی، مهار عقلت رو میدی به دست 4 تا آخوند دروغگوی مکار؟ مگر ندیدی سال گذشته کسایی که اونجا اون حادثه خونین رو در حق حاجیان بیت الله انجام دادن، به اصطلاح ولایت فقیه بودن، اونایی که گاز آورده بودن، گاز سنبی اونجا زدند، همین به اصطلاح سفیر ایران در لبنان بود و افرادی که از حزب الله و سپاه پاسداران اینجا حضور داشتند و اومدند برای کشتار به اصطلاح حاجیان. عزیز برادر گل من، شما مگر تاریخ رو ورق نزدید؟ هیچ کسی در تاریخ بیت الله الحرام خون نریخت، حاجیان رو نکشت مگر تشیع. از قرن 4 که قرمطی ها 317 هجری که اومدن 30,000 حاجی رو در مطاف گردن زدن تا آمدن کودتای آقای خمینی در ایران و بعد از کودتا، بعد از 1 سال از جنگ خونینی که با کشور همسایه عراق به راه انداخته بودند، اولین فاجعه رو در سال 1402 در حج
انجام دادن. بعد از اون سال بعدش، بعد از اون سال 1406 1407 1409 تا سال گذشته، یعنی 7-8 سال اینها فاجعه درست کردن در به اصطلاح عربستان و در به اصطلاح مراسم حج. واقعا من متاسفم که شما برادر عزیز که از به اصطلاح حرفتون برمی اومد که انسانی هستید که در پی عقل هستید و به عقلتون احترام و ارزش قائل هستید، چرا این عقل رو به کار نمیبرید یه واقعیت ها رو ببینید؟ عزیز من، این برنامه‌ای که ما میذاریم فقط به خاطر این هست که یک مقدار عقل رو ما بها بدیم. این خداوند متعال به ما نعمت بزرگی قرار داده که به نام عقل. آخه تا کی ما میخوایم به اصطلاح این عقل رو به اصطلاح قفلش بزنیم، این مهارمون رو دست 4 تا آخوند مکار دروغگوی حیله‌گر بدیم؟ عزیز من، تو یک کمی به سر و وضع کشور خودت نگاه کن. ببین این ایرانی که امروز باید شاخصه دنیا می بود، ثروتمندترین کشور دنیا، با اون به اصطلاح درآمدی که ما داریم، ببین ما رو مقایسه کن با همین کشور همسایه ترکیه. ترکیه 2 روز آقای اردوغان چند ساله که حکومت میکنه. ترکیه ای که از زیر خاک بود این رو آورد، الان داره با به اصطلاح بزرگترین کشورهای دنیا داره رقابت میکنه. تو ببین که این مال و ثروت این کشور به دست کی داره میره؟ مال و ثروت ملی رو به تاراج بردن. خامس توی بدبختی که میری روز تا شب جون میکنی به خاطر آینده خود و فرزندانت، این رو دارن به تاراج میکشند و میگن ناموسی برات نگذاشتن، به نام صیغه و نمیدونم چی ناموست رو تجاوز کردن، مال و ثروتت رو چاپیدن، آینده بچه ها و تو آینده کشورت رو بردن، کشورت رو به یک ویرانه تقسیم کردن که دخترای تو ناموس تو الان در دبی و در نمیدونم بانکوک و در هند میرن برای رقاصی. اینا دانشجوهای بدبختی هستن که به اصطلاح باید الان کشور بهش میرسید. مغزهای کشور دارن فرار میکنن. تا کی ما بخوایم خودمون رو گول بزنیم؟ برادر عزیز من، مسعود جان، یه مقداری همین عقلی که خداوند به ما داده اینو احترامش براش قائل بشیم، یکم فکر کنیم. فکر میکنم از لهجه صحبتشان من تو برداشت کردم افغانی بودن که در ایران بودن. اگر که افغانی باشند که در ایران باشند دیگه این قوز بالا قوز دیگه واقعا. افغانی مثلا ببینید، افغانی یک ملتی هست که در ایران به افغانی طوری که ظلم و ستم شده، من در اینجا به عنوان یک ایرانی از تمام عزیزان افغانی و دلیرمردان افغانی شرمندم و معذرت میخوام. این کاری که در ایران بر افغان صورت گرفته در هیچ جای تاریخ صورت نگرفته. استاد رحیمی عزیز، افغانی کی هست؟ افغانی رو اگر ما بیاییم ما ایرانی‌ها اگر افغانی رو بیاریم خاک پایش رو توتیای چشمانمون کنیم، کم کردیم. وقتی که روسیه حمله کرد به افغانستان، روسیه افغانستان رو نمیخواست. میخواست از افغانستان چی میخواست؟ هیچ. یک مسیر ترانزیستی بود. روسیه چابهار رو به اصطلاح بندر عباس رو میخواست. افغانی اومد سینه سپر کرد، از ایران دفاع کرد، کشورش رو، زن و بچهش رو، خودش رو به اصطلاح قربان کرد برای دفاع از کشور همسایه ایران. خب ایران در مقابل چی داد به افغانستان؟ همون 4 تا مهاجری که به افغانستان اومده بودن اسمش شد افغانی بدبخت پدر سوخته و به بدترین کارها کشیدن. یک افغانی تو ایران نشون بدید که اومد به اصطلاح گدایی. افغانی میرفت اونجا جون میکند، راه سازی میکرد، چاه میکند، بیشتر کارهای سنگینی که تا امروز در ایران هست، کارهای شاقی که هیچ ایرانی نمیکنه، افغانی داره اینو انجام میده. بعد از اون همین افغانی بیچاره که باید اونجا باید با سربلندی زندگی سربلندی و عزت میشد، این داره از ما دفاع میکنه. ما اومدیم چیکارش کردیم؟ 4 تا افغانی بیچاری که به اصطلاح از عزیزای هزاره ما بودن، اینا رو گرفتیم سربازشون کردیم. وقتی که نظام میخواست که بلوچا رو سرکوب کنه یا کردا رو سرکوب کنه یا عربا رو سرکوب کنه، از همین افغان‌ها استفاده میکرد برای سرکوب به اصطلاح مناطق مرزی. حالا که به اصطلاح جنگ سوریه شده، همین افغانی بیچاره رو که این همه سال بود، افغانی میره تو لندن 2 سال میمونه، بهش ملیت بریتانیایی میدن. در ایران این همه سال سپری کرد،
هیچی نه غیر از سرکوب، هیچی نه دید. الان بهش میگن بعد از اینکه 30 سال اینجا سرکوب شدی برو در سوریه، اگر کشته شدی ما اون وقت به بچه هات ملیت ایرانی میدیم، اون وقت بچه هات میتونن تو مدارس ایرانی تحصیل کنن، اون وقت اگر خانمت مریض شد میتونه تو بیمارستان ما بیاد درمون بشه. همین افغانی رو چند روز پیش همین عزیزانی که باید الان اینا تاج سر ما می بودن روی بهشون بسیار میرسیدیم، اینا رو گرفتن مثل برده فروش های زمان قدیم تو قفس گذاشتن تو شیراز استاد رحیمی، شیراز میدونید شهری کیه؟ اون شهریه که صاحب این شهر گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. این سعدی اونجا خفته است، قبرش داره این صدا رو میزنه، در خیابان افغانی‌ها رو گرفتن تو قفس گذاشتن که مردم ببینند اینا رو تماشا کنند که ما داریم برده فروشی میکنیم. دیگه ما ارزش این رو داریم. یک الان افغانی اگر اومد از نظام ولایت فقیه دفاع کرد، باید این افغانی رو برادر افغانی و برادر ایرانی با دمپایی بزنن تو دهنش که این نه انسانیت داره، نه کرامت و شرافت افغانی رو حفظ کرده و نه میدونه انسانیت یعنی چی. حالا اگر ایرانی بود و این حرف رو زد و به اصطلاح این که در حق افغانی و این دیگه باز بدتر. تشکر، سلامت باشید جناب دکتر عمرای عزیز. جاوید جان تماس بعدی بله روی خط هستن، میگیریم به اجازهتون جناب دکتر. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. تماسشان قطع شد، بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. ویژه برنامه رکن پنجم است، بفرمایید. بله خدمت استاد عزیز عرض کنم که ایشون فرمودن که پارسال توی حج بودن و حکایت کردن اتفاقی که افتاده رو. بنده خدمتشون میخوام عرض بکنم که اتفاقا ایشون متهم هستن، یعنی چیزی که هست دوربین ها باید حکایت کنن و کی متهم هست؟ که حقیقت چیه. چون کی متهم هست؟ ببینید شبکه وصال خودش متهم به تفرقه و خشونت پراکنی، بنابراین باید دوربین های حج بگن که چه اتفاقی افتاده. به چی متهم است؟ عربستان میتونه این رو بگه. شبکه وصال به چی متهم است؟ به خشونت، تفرقه افکنی. به یعنی چی؟ کدام خشونت؟ در کجا خشونت آفریدن؟ این که شما بدون ادله حکایت میکنید اصلا قابل قبول نیست. باید دوربین های آنچه که در سوریه رخ میدهد این دلیلی نیست. یعنی ما درباره 60 نفر از اهل سنتی که از ایران در منو کشته شده داریم صحبت میکنیم، نه درباره سوریه. در سوریه چند نفر چه اتفاقی افتاد و دوربین ها باید بگن. ببینید عزیز، اینجا 60 نفر قتلش هم به نظر شما، حالا میگذاریم شما دلیل دارید، موهوم است. درست است قاتلش تا حال معلوم نیست از دید شما، اما اونجا تا حال 400,000 اهل سنت سوریه کشته شدن و قاتلشان معلوم هست که آقای پوتین با آقای خامنه‌ای و حزب الله هست، ملیشه هایی که از افغانستان و پاکستان و عراق آوردن. یعنی عربستان برای این خاطر حق داره 7,000 نفر رو در منا بکشه؟ این دلیل برای شما؟ در منا کی کشت؟ نه اون مسئله بعدی است که در منا کی کشت. اینجا قاتلشان معلوم هست که شب روز که بمباران میکنه. نه خشونت یعنی که شما چیزی رو بکشید بعد بگید چرا شما گفتید که فلانی رو کشته. این دلیله. بیننده عزیز شما حج اومدید؟ برادر عزیز من حج اومدید، شما منا را دیدید؟ صحبت میکنید که در اون 7,000 نفر کشته شده. آفرین، حق با شماست. شما منا رو دیدید؟ نه فقط شما دیدید تو دنیا، فقط شما دیدید. خب معلومه که دیدیم. آفرین. شمایی که دیدید عزیز من شمایی که دیدید یه مقدار به اصطلاح به جای این که بیایید داد و فریاد بزنید، به اصطلاح فحش و بد و بیرا بگید، یه مقدار عقل هم به کارش بگیرید. این نعمت الهی به خدا حیفه که این نعمت الهی رو ما ازش استفاده نکنیم. کی میخوام از عقلمون کار بگیریم؟ برادر من، عزیز من، اگر شما یه رمه گوسفند رو یه جایی رها کنید، یه رمه دیگه ای رو به اصطلاح جلوش بیارید، اینا از کنار هم رد میشن، کسی رو نخواهد کشت، کسی روی به اصطلاح کسی دیگه راه نمیره. امکان نداره در این راههایی که شما در منا میبینید، الان پخش مستقیم رو میدیدید، در این راه اگر جمعیت 3 میلیونی، نه آقا برادر من، 10 میلیون انسان در خلاف همدیگه
راه برن هیچ موردی پیش نمیاد. تو خیابونای تهران، تو راهروها شما چند نفر افراد رو میبینید که به اصطلاح گروهی از این ور میان، گروهی از این ور میان، هیچ موردی پیش نمیاد. انسانن اینا، عقل دارن. اما اونی که بیاد در اونجا گاز سمی بزنه، اونی که بیاد انسانها رو بکشه، این جز کسی که به اصطلاح عقلش در حسینی‌ها ساخته باشه، در حسینی‌ها باشه به حقد و کینه و این رو بهش املاق کنن، کسی این کار رو نخواهد کرد. در سال 1402 کی بود که به اصطلاح مواد منفجره رو آورد برای کشتن حاجیان؟ برادر من، تو میای برای عبادت یا میای برای به اصطلاح بت پرستی و عکس خمینی رو بگیر و نمیدونم تو خیابونا را برو؟ این وضع و حال است. من تو عزیز من اینجا منیم و تو دو تا ایرانی هستیم داریم حرف میزنیم. عزیز من، برادر من اینجا ملک سعود اینجا وجود نداره، عربستانی اینجا وجود نداره. منم و شما دو تا ایرانی، هر دو تامون باید یه مقدار احساس داشته باشیم، یک مقدار دلمون برای کشور خودمون بسوزه، یک مقدار دلمون برای انسانیت بسوزه. الان این شرافت، این عزت که من و تو داریم، همه دنیا اومدن تو حج شرکت کردن امسال، من و تو نیستیم. به خاطر چی برادر من؟ به خاطر چی؟ مگه من و تو چه گناهی کردیم؟ گناه ما اینه که مثل من و تو عقلمون رو، مثل شما عزیز من، عقلمون رو به کار ننداختیم، گذاشتیم 4 تا آخوند مکار دروغگوی هیلگر بیان من و تو رو به جون هم بندازن، من و تو رو بذارن با خدا در بیفتیم. عزیز من، این حج جای امن امانه، حرم امن الهی است. در حرم امن الهی من و تو بیایم برای انسان کشی؟ این برای من و تو شرافت داره؟ عزیز من، الان تمام دنیا در حج وجود دارن، تمام دنیا میدونن که خیمه های ایرانی خالیه. برای چی خالیه؟ برای چی؟ برای چی من و تو یک مقدار عقلمون رو به کار نندازیم، جزئی از این امت بزرگ باشیم؟ عزیز من، چرا بخوایم با خدا در بیفتیم؟ هر که با خدا در افتاد بر افتاد. الان عزیز من، شما میایید یه دروغی که به شما املا شده، من میگم من اونجا بودم و تمام به اصطلاح همراه با کل خبرنگارهای جهانی اونجا بودیم، همه دوربین‌ها رو اونجا ما میدیدیم. عزیز من، شما مثل اینکه اصلا پرتید. ما در برنامه‌هایی که بعد از اون حادثه داشتیم اینجا اومدیم، همه به اصطلاح با مدرک اومدیم. شما میایید میگی که وصال حق آقا متهمه. شما مگه قاضی هستید عزیز من؟ شما مگه وصال حق مگه حزب الله فرستاده برای کشتن به اصطلاح برادرای مسلمون در سوریه؟ من و تو باید خجالت بکشیم از اهل سوریه، خجالت بکشیم از برادر افغانیمون که اینجور تو به اصطلاح قفس میندازیمش تو شیراز، خجالت بکشیم از برادر عراقیمون که کشورش رو داغون کردیم. من و تو برای خودمون کی گذاشتیم؟ عزیز من، دل من، برادر من، ما تو یک کشور زندگی میکنیم، حالا هر چی باشیم، اگه ما بخوایم به اصطلاح بدترین انسان‌های روی زمین باشیم، مگه ما اینجا یک به اصطلاح منطقه جغرافیایی نداریم؟ افغانی هر چی باشه برادر ماست، همسایه ماست، پاکستانی همسایه ماست، عراقی همسایه ماست. ما برای خودمون یه همسایه گذاشتیم. عزیز من، ما برای خودمون یه همسایه گذاشتیم. همه دنیا بدن، فقط ما خوبیم. یعنی یه مقدار به خودم کی هست تو این دنیای به این بزرگی؟ شما برای من ایرانی، من و شما ایرانی، به من بگو محض رضای خدا، خودت عقل داری، شعور داری، برادر من، تو این دنیا کدوم کشوره که رفیق من و توست؟ کدوم کشوره؟ مگر چین رقیب من و توست که به اصطلاح مسلمانای چینی رو داره میکشه؟ هندوستان گاو پرست رفیق من و توست که داره مسلمان‌ها رو تو کشمیر میکشه؟ روسیه خدا نشناس رفیق من و توست که داره در چچن قتل عام میکنه؟ همه دنیا، همه مسلمان‌ها بدن، فقط آقای خامنه‌ای خوبه؟ عزیز من، تو همین ایران بگو که چند نفرن که خامنه‌ای رو قبول دارن، چند نفرن که ولایت فقیه رو قبول دارن؟ برای چی ما بخوایم همه چیز رو خرابش کنیم؟ برای چی ما نمیخوایم مثل آدم زندگی کنیم؟ عزیز من، برادر من، دل من برای این کشورم میسوزه. اگه تو شعور نداری، وجدان نداری، من برای این کشور هجرت کردم، من برای این کشور، برای ساختن این کشور دارم جون میدم. اون وقت تو میایی میگی که این به اصطلاح دزدای هیلگری که اومدن نظام رو دزدیدن، این دزدای هیلگری که اموال من و تو رو، ثروت ملی من و تو رو، آینده فرزند من و تو رو دزدیدن، اینا رو بیایم قبول کنیم. ناموسمون رو به تاراج دادن، مال و ثروتمون رو بردن، همه چیز رو بردن، چی گذاشتن؟ اون وقت تو میای پیله کردی که نمیدونم آل سعود بالای چشمشون ابروه. آقا آل سعود به من و تو چه؟
من و تو چه گذاشتیم واسه کشورمون؟ برای ما چه گذاشتن؟ اون وقت تو میای به اصطلاح آقا آل سعود این کار کردن به کشور خودشونه. اون وقت توی من و تو بیایم به اصطلاح به جای اینکه درد خودمون رو بدونیم، به جای اینکه بیایم به اصطلاح مسائل خودمون رو حل کنیم، میخوایم فرار کنیم. عزیز من تا کی ما میتونیم مصیبت هایمون رو تو دوش دیگران بذاریم؟ همه جا بدن، همه دنیا بده، فقط ما خوبیم. یه دوست برای ما پیدا کن تو این فردای این کشور. این به اصطلاح آیت الله ها تا کی میخوان بمونن؟ اگر شاه میتونست بمونه، اگر قبل از اونا میتونستن، اینا میموندن. برادر من اینا میرن، با خدا قسم اینا میرن. فرعون ها رفتن، نمرود ها رفتن، اینا میرن. اما من و تو روسیا میمونیم. نمیتونیم تو چشم برادر افغانیمون نگاه کنیم، نمیتونیم تو چشم برادر عراقیمون، برادر سوریه‌ایمون نگاه کنیم. تا کی ما باید اینطور باشیم؟ برادر عزیز یه مقداری این عقل رو به کار بندازیم، یک مقداری انسانی دوست باشیم، با انسانیت به دیگران نگاه کنیم. تا کی میخوایم اینطوری فکر کنیم برادر من؟ تشکر جناب دکتر عمرای عزیز. بنده عزیز صحبت های جناب دکتر را شنیدید؟ بله. استاد اجازه میدید منم یه دو کلمه صحبت بکنم؟ بفرمایید. بابا جان عزیز من مثبت نگر باش، منفی نگر نباش. خداوند متعال ما رو برای عمران این دنیا آفریده. ما باید در مقابل این بشریت وظیفه داریم، در مقابل انسانیت وظیفه داریم. برادر من شما یک انسان با فرهنگ هستی، درسته؟ من یه سوال از شما میپرسم. ایران در قبل از صفویت کجا بود و امروز با عقل صفویت ما کجا هستیم؟ هر جا من و تو الان میریم تو دنیا، وقتی میگن کی هستی میگیم ایرانی، میگن دستمون رو میبوسند که ما امام بخاری داشتیم، ما امام مسلم نیشابوری داشتیم، ما امام نسائی داشتیم، ما امام طبری داشتیم. از وقتی که صفویت اومد حتی در فرهنگ فارسی خودمون برادر من، در فرهنگ فارسی خودمون ما جامی داشتیم، سعدی داشتیم، نمیدونم حافظ داشتیم، نمیدونم فردوسی داشتیم. امروز من و تو چی داریم برادر من؟ من و تو یه جنتی داریم از قرون وسطا که نمیتونه به اصطلاح حمام خودشو بکشه، بره دستشوییشو درست بکنه. اون وقت من آوردیم بالای سر خودمون گذاشتیم. برادر من تا کی ما اینطور باشیم؟ یه دانشگاه درست به ما نشون بده. عقلمون داره فرار میکنه، مغزمون داره فرار میکنه، انسانیت در کشور ما زیر پا گذاشته شده. بچه من و تو، دختر من و تو، خواهر من و تو داره کلیهش رو میفروشه تا بتونه درس بخونه. عزیز من تا کی؟ تشکر جناب دکتر. استفاده کردیم. یه لحظه اجازه بدید من دو کلمه صحبت کنم، بعد بحث میکنم. مزاحم شما نمیشم. بفرمایید. بله خدمت شما عرض کنم. من الان یک سوال بکنم، خب یعنی در همین راسته موضوع. الان شما بگو حضرت عمر رضی الله عنه اگر بود آیا راضی میشد یک نفر مظلوم واقع بشه؟ آیا همچین اتفاقی میافتاد؟ آیا اولین نفری نبود که سرپرستی خانواده رو به عهده میگیره و دیه پرداخت میکرد و اداره اون زندگی رو؟ الان 50-60 نفر تو ایران و هزاران نفر جاهای دیگه بی سرپرست موندن، دیگه اینها داده نشده، تکلیفا روشن نشده. آیا این ظلم نیست؟ آیا اینها مظلوم واقع نشدن؟ من حرفی ندارم با هیچ کشوری و شخصی، اما بالاخره این باید رسیدگی بشه. اگر ما هم چشممون رو ببندیم و همینجوری دفاع کنیم، این هم ظلم خودش، این هم اون. بیننده عزیز، بیننده عزیز، نه با ایران دارم، نه با خامنه‌ای دارم، نه با خمینی دارم، نه با فلانی. بیننده عزیز، بیننده عزیز، شما اینجور بودن. بیننده عزیز، شما یک برادر ایرانی هستید، جناب دکتر هم یک برادر ایرانی ما هستند. شما دو ایرانی بیاید مشکل خودتان را اول در میان خودتان حل کنید، بعد به کشورهای دیگه بنگرید. جناب دکتر از حالت داخلی ایران صحبت میکنن، شما میخواهید اینبر و اونبر برید. برادر من اسمت چی بود؟ مسعود جان از همینجا بوسه میزنم به اصطلاح پیشانی عزیزت. برادر من، فرق ما با عربستان سعودی و کشورهای دیگه چیه؟ من به شما میگم عربستان سعودی و کشورهای دیگه کشورند، یعنی یک حکومت داره، آلای پادشاه فکر میکنه پدر همه است، مواظب این هست، مواظب اون هست، اینو با اون آشتی بده، اینو با اون بساز. احساس میکنه که مال این کشور رو باید اداره کنه. کشورهای دیگه همسایمون، افغانستان، با همه اون بدبختیایی که دارن احساس میکنن یک کشوری دارن. ما در ایران برادر من کشور نداریم، ما یک حوزه علمیه بزرگ داریم. یک آخوند دست و پا چلفتی که نتونست یک حوزه علمیه رو در قم اداره کنه، فکر میکنه که یک حوزه علمیه بزرگی درست کرده به نام ایران با 80 میلیون طلبه. اینطوری داره با ما برخورد میکنه. برادر من،
الان عربستان سعودی ببین همین حج امسال شما که خود دیدی، من دیدم، همه دنیا دیدن، بله. گروهی از ایران اومدند مثل همه 78 کشور رو نمایندگانشون دعوت کرده بودن. آقای اوحدی هم اومد با یک نمیدونم گروهی اومدن اینجا نشستن، همه امضا کردن مگر ما چی گفتیم که بریم از به اصطلاح مراجع بپرسیم. بابا ما که میخوایم که مهارمون دست خودمون باشه؟ رفتیم از مراجع پرسیدیم، مراجع گفتن که آقا این شرط و شروطای ماست. خودت به شرط و شروطا نگاه کن برادر من، این شرط و شروط هست. اینا همش بهانه این بود که به عربستانیا بگن که آقا ما رو نذارید که ما بیاییم. عربستانیا باز چون که اونا حوزه علمیه ندارن، اونا کشور دارن، میدونن که آقا اینا خب یه بهانه هایی میگیرن برای خراب کردن وضع. ما چه کار کنیم؟ مواظبت رو بیشتر میکنیم، امنیت رو بیشتر میکنیم. آقا همه شرط و شروط های شما قبول بفرما. گفتن نه، باز ما برمیگردیم از مراجع اعظام میپرسیم. رفتن که باز از مراجع اعظام بپرسن. این مگه بهانه های مراجع نبود؟ بود. چرا رفتید باز؟ رفتن برنگشتند. از اونجا شروع کردن که عربستانی ها ما رو نگذاشتند به ما به حج بریم فلان بریم. بعد آقای اوحدی خودش نیومد در ایسنا نگفت که نباید کسایی که در اتباع ایرانی که در خارج از کشور هستن به عربستان برند و حج برند که براشون نمیدونم امنیت نیست و فلان نیست و الا نیست، تهدیدشون کرد. مگر همین آقای اوحدی نبود که اگر کسایی که نمیرند به هر حال پولشون تو بانک هست و ما 1.5 میلیون میدیم که برند به عتبات؟ عزیز من، یعنی این آخوند میخواد ما را از خدا بکشه ببره به قبر پرستی. اون وقت تو پیله کردی که چرا دادگاه عربستان حقایق رو نمیگه؟ این سیاست کشوره. سیاست یک کشور اگر این حقایق رو عربستان بیاد بگه، شاید مسئله هنوز تو دادگاه است، شاید همه به اصطلاح جنایتکاران دستگیر نشدن، نمیخواد فراریشون بده، شاید نمیدونم این مسئله رو برای وقت گذار. این سیاست کشوره، به من و تو چی؟ اما اون چیزی که من و تو دیدیم این بود که دیدیم که این جنایتکاران همونایی بودند که در سالهای پیش این جنایت کردن. اولین بارشون که نیست. همین برادر من کفایت هست برای من و تو که سرمون رو پایین بندازیم. همین که این حادثه اتفاق افتاد، من در کنار کی بودم؟ در کنار اون اتاقی که کل خبرنگارا اونجا اومده بودن در مهمونی به اصطلاح وزارت اعلام سعودی. در همه یک به اصطلاح خبرنگارات انگشت اتهام اولین بار به طرف ایران نشانه رفت قبل از هیچ تحقیقاتی. یعنی ما اینقدر بدنام شدیم تو دنیا که هر کسی دزدی میکنه، هر کسی چپاول میکنه، هر کسی کار بدی میکنه، ما نباشیم ما متهمیم. کی میخوایم این آبرو و حیثیت خودمون رو بازگردونیم؟ عذرخواهی میکنم. انشاءالله الله متعال اگر به بنده توان بده و حکومت دست بنده بده، چشم همه این آخوندها رو محاکمه میکنیم. آقای خمینی و خامنه‌ای برادر من آخوند محاکمه نکن عزیز من، دل من، برادر من، مسعود جان من، آخوند محاسبه نکن. مشکل من و تو آخوند نیست، مشکل من و تو خودمون هستیم. اگه ما درست بشیم، اگه ما عقلمون رو به کار بگیریم، این آخوند کجا جایی داره؟ آخوند ایران به 80 میلیون نیست برادر من. کل آخوندها رو در ایران جمع کنی 100,000 نمیشن. 100,000 دارن من و تو رو میدوشن، من و تو رو مهار کردن. ما مشکلمون عقل خودمون هست، مشکلمون آخوندمون نیست. اگه ما عقلمون رو به کار بگیریم، اگه ما به اصطلاح شعورمون رو به کار بگیریم، اگه ما با هم دیگه برادر باشیم، انسان باشیم، بخوایم کشور خودمون رو بسازیم، آخوند خواب به یک آخوند یک ابر بهاری است. مثل طاغوتیای دیگه که اومدن و رفتن، آخوندم میره برادر من. تو زیاد غم آخوند رو نگیر. تشکر. خودمون رو بسازیم، بقیه حله. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر. همچنان تشکر میکنیم از شما بیننده عزیز. تشکر از تماستان. خداحافظ. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم سلام و رحمت الله. سلامت و زنده باشید. ویژه برنامه رکن پنجم هست بیننده عزیز، بفرمایید. بله، من برنامه‌تون داشتم گوش می‌دادم. تمام بیننده قبلی هم گوش می‌دادم. خب خیلی طولانی شد. بله. من منتظر بودم. بله، بفرمایید. من خدمت استاد محترم مهمانتون می‌خواستم عرض کنم که علت اینکه کسایی که زنگ می‌زنن و به مسائل داخلی مشکلات خودشون رو نمی‌بینن، می‌خوام برن سراغ مشکلات عربستان.
علتش این است که خب می‌بینن که شبکه‌ها شما زیاد در مورد مثلا از عربستان صحبت و مثلا الان حرفای استاد رو من گوش کردم در عربستان و با اینکه ایشون ایران هستن تقریبا مملکت خودمون هست. حالا به مثلا اون قسمت‌هایی که مربوط به روابط سیاست رو بذاریم کنار، آخونده و اینا تقریبا مملکت خودمون هست و این نیست. من دیدم که جناب استاد به این بیننده قبلی توصیح کردن، گفتن برادر اگه شما شعور ندارید شعور دارد، خب توهین کنه، یعنی خوب نیست برادر مسلمان اینطوری صحبت کنم. و اما سوالم این هست که می‌خواستم ببینم که با توجه به اینکه در ایام حج هستیم و این فریضه الهی داره برگزار میشه، می‌خواستم ببینم در زمان پیغمبر رسول الله اینطوری بود که در موقع حرام جنگ رو می‌ذاشتن کنار، یعنی جنگی در کار نبود. و الان می‌بینیم که مثلا بعد برادران مسلمان زنها و کودکان در یمن دارن کشته میشن و در واقع یک آوانسی بهشون داده نمیشه که لااقل در حرام یه نفسی تازه بکنن. اینو می‌خواستم که توضیح بدم استاد محترم. و سوال دوم این است که بگذار ببینید از سوال اولتان حل بشه. عزیز برادر عزیزم، قدم به قدم بریم. برادر عزیزم، اولا اگر تعبیر بنده اشتباه بوده و شما اینطور فهمیدید که من توهین کردم، من پوزش می‌طلبم. من قصد توهین نه برای این عزیزی که تلفن کردن و نه برای هیچ یک مسلمونی قصد توهین ندارم هرگز. من گفتم که ما باید شعور خودمون رو، احساسات خودمون رو کنترل کنیم، عقل خودمون رو به کار بگیریم. این به این معنا نیست که به اصطلاح ما بخوایم به کسی توهین بزنیم. اگر همچنین سوء تفاهمی شده من پوزش میخوام. نقطه دومی که اشاره کردید که نمیدونم حج در زمان پیامبر، حج در زمان همیشه حج به اصطلاح یمن اشهر الحرم در به اصطلاح امنیت خودش، به اصطلاح قدسیت خودش رو داره و داشته و هست. اینی که به اصطلاح برادر من در یمن چی میگذره برو ببین. در یمن 4 تا دزد راهزنی به نام به اصطلاح حوثی با یک مردم انقلاب کردن. برادر من مردم انقلاب کردن بر علیه علی عبدالله صالح. این حوثی مگه اهل یمن نبود؟ این حوثی مال همین کشور نبود؟ کی اینو مستش کرد و بر علیه کشور قیامش داد؟ خب من توی ایرانی تو یمن چی میخوایم برادر من؟ یمن مگه کشور همسایه ماست؟ ما بریم 4 تا حوثی رو اونجا بگیریم مسلح بکنیم، بدر حوثی رو بیاریم به ایران به اصطلاح باجش بدیم، بیاییم از این به اصطلاح یک ارتشی برای خودمون درست کنیم. عزیز من، عربستان خواب بود که من و تو اومدیم تو ایران. یه لحظه گوش کن برادر من، ببین عقل خودمون رو هم احترام بذاریم، بیننده رو هم احترام بذاریم. ببین عزیز من، عربستان خواب بود که من و تو در ایران نمیدونم ظهور نزدیک است و گذاشتیم، فیلم درست کردیم، گفتیم که احمدی نژاد نمیدونم علامت امام مهدی هست، چون که شیخ خراسانی آقای خامنه ای هست، چون که شیخ یمنی نمیدونم حسین حوثی هست و این سرباز ما درست کردیم و ما دنیا رو فلان میکنیم. الان سپاه پاسداران چی میگه؟ میگه من یک ارتشی درست میکنم که دنیا رو میگیرم فلان میکنم. این واقعا لیاقت داره؟ من و تو با این وضع، با این حرفا میتونیم بگیم من و تو مسلمونیم برادر من؟ استاد جواب سوال من اگه بلد نیستی جواب سوال شما چی است؟ 4 تا دزد و راهزن میان آدم میکشن، نباید جلوی اینا گرفته بشه؟ یک حکومتی هست تو به سلام یمن. الان اگر خدایی نکرده در ایران 4 تا قالتاق 4 تا آدمکش بریزن تو تهران، ما باید بگیم که آقا نیروهای امنیتی دست نگه دارند که الان به اصطلاح اشهر الحرم هست، نباید اینا دستگیر بشن، اینا به اصطلاح معاقبه بشن. عزیز من چرا اینطوری فکر میکنیم؟ مگه نمیدونی؟ تو نمیدونی؟ من نمیدونم؟ دنیا نمیدونه حوثی کی هستن؟ عزیز من بذار همه این حرفا رو بذار. شما برو یک حوثی رو پیدا کن، باش حرف بزن، ببین اینا عقلشون چیه، اینا مفکورهشون چیه، چی میخوان. اگر شما تو این کشورید، جز این کشورید، خلاص با این کشور بشینید، با این نظام بشینید. مشکل دارید، مشکلتون رو حل کنید. مشکلتون رو ولایت فقیه حل نمیکنه برادر من. الان به من و تو چی که بریم تو به اصطلاح یمن، بریم مردم رو از
من و تو به خاطر به جای اینکه بیایم ایرانمون رو آباد کنیم میگیریم این سرمایه رو میدیم به حوثی‌ها که اونجا آدم بکشن. این حالا برای خدامون فردای قیامت من و تو چه جواب داریم؟ سوال من متوجه نشوید برادر. به هر حال برنامه عید هست، یک لبخند بزن. برنامه عید هست، لبخند بزن و به اصطلاح عید رو به اصطلاح سیاسیش نکن. این نه به اصطلاح دستورالعمل هایی که به شما میدن که بیایید همه برنامه رو سیاسی کنید و بیایید ببینید چه کار کردید. 2 تا فحش دادید، 2 تا حرف بد زدید، همه به اصطلاح مجبور شدیم که همه به اصطلاح چیزای آخونداتون رو بریزیم بیرون. بذارید خوش باشید، عید باش، یکم به اصطلاح شاد باش، انرژی مثبت بگیر، این افکار و اندیشه های بد رو از سرت بذار کنار. عزیز جان، منفی نگری تا کی؟ من و توی ایرانی مریض شدیم به خدا، از بس رو سر خودمون زدیم، از بس نمیدونم مرثیه خوندیم، عقلمون کجا رفته؟ همه بیمار شدیم. تا کی میخوایم اینطوری باشیم؟ کدوم جای دین به ما گفته که به سر و صورتتون بزنید و نمیدونم بلا عذاب بگیرید؟ دین به ما عید داده. عید داده تا خوشحال بشیم، تا انرژی مثبت بگیریم، تا دنیا رو بسازیم، نه اینکه تا بیایم دنیا رو ویران کنیم. عزیز من، تشکر بیننده عزیز. بله، روزهای عید است، سعی بکنید که شاد باشید. میریم به سراغ آخرین بیننده جناب دکتر، چون همکاران از بیننده ما بیننده عیدی باشه، عیدی باشه. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. ویژه برنامه رکن پنجم هست بیننده عزیز. تماسشون قطع شد. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم. عبدالله هستم از تاجیکستان. برادر عبدالله از تاجیکستان، خوش آمده بیننده عزیز. ویژه برنامه رکن پنجم هست. هم برادر گفتن مثال حق متهم است. میگم نامعقول است، مثال حق هیچ وقت متهم نبود، متهم نمیشود. انشاءالله ما تشکر میکنیم از برنامه شما. تشکر از شما بیننده عزیز. آگرامی، تشکر از تماستان. خداحافظ. این برادر تاجیکستانی بودن. واقعا برادر تاجیکستان مثالی از اخلاق و ادب و همیشه ما یک بار نشد که من در برنامه وصال حق ببینم یه تاجیک تلفن کنه و بد بگه، یه تاجیک تلفن کنه و فحش بده. این رو من تا الان در وصال حق ندیدم و بارها استاد انصاری این رو اینجا اشاره کردن و واقعا من دست برادر تاجیک رو میبوسم و از اینجا بهشون میگم عیدتون مبارک، کشورتون رو بسازید، آیندهتون رو بسازید، نگذارید که به اصطلاح دشخیمان بیان و آینده فرزندانتون رو بدزدن. تشکر از شما جناب دکتر. جاوید جان اشاره میکنه تماس دیگه هم بگیریم. بنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. صدای بیننده را نداریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. ویژه برنامه رکن پنجم هست بیننده عزیز، بفرمایید. ما میخواست جواب برادران تشیع که میگن که صحبوی مسائل مناباشی این باید خود تشیع و صحبوی مسئله مناباشی این که حکمتایی که خود جنگ بود به بهانه مشرکین برایت از مشرکین پر جنگ کرده بود، باعث کشتار من شد. خود اهل تشیع اینا مسئول کشتار منا چون اینا خود را کرده بود برای بهانه و از مشرکین. و همین ما میخواست شما یادآوری کنید پاسخ با جواب از اینا بدید. تشکر بیننده عزیز، تشکر از تماستان. خداحافظ. البته این بیننده ما میگفتن که مسئول کشتار منا تنها ایران است. واقعیت هست. الان ما چیکار کنیم؟ ایران و ایرانیان نیستند، اون نظام حاکمی هست که با خدا و دین و پیامبر و قرآن و کعبه و حق دارن. اون آخونده هم بیچاره حق دارن. حالا شما ببین این به 80,000 نفر ایرانی میاد به حج، 700,000 نفر ایرانی میاد به عمره، یعنی سالانه 1 میلیارد و چقدر هزینه این برادرای حاجیای ایرانی هست که میان به
حج و عمره. این هزینه اگر میرفت تو آستان قدس رضوی میرفت، نمیدونم تو مشهد میرفت، تو نمیدونم معصومه میرفت، برای ایران خیلی به چاه چمکران ریخته میشد، خیلی برای این آخوندا مفید بود. تازه هر حاجی که میاد به الان شما، من امروز بعضی از برادرای ایرانی عزیزمون که از اروپا و از کشورهای دیگه اومده بودند به حج، واقعا وزارت خارجه عربستان سعودی هم خیلی زرنگی کرده بود امسال به ایرانیایی که در خارج از کشور بودن هم اجازه داده بود بدون اجازه ایران بیان. عبادت هست دیگه، جلوی خانه خدا رو مگر ابرهه بتونه بگیره. در هر حال اینا اومده بودند و خیلی خوشحال بودند و مصاحبه داشتن با یکی از تلویزیون‌ها و خیلی تعریف می‌کردن اینا. همه ایرانی که میاد اینجا یاد میگیره در حج و در عمره که به اصطلاح اینجا عبادت شخص نیست، به معبد نیومده، اومده پیش معبود. وقتی میرفت به امام رضا میرفت به یک معبد، وقتی میرفت به چاه چمکران میرفت به یک معبد، وقتی میرفت به معصومه میرفت به یک معبد. اینجا اومده میگه که اینجا معبود هست، معبد نیست. اینجا دیگه گره زدن پارچه‌ای نیست برای گشایش حل مشکلات. اینجا نمیدونم چاهی نیست که توش طلا و جواهرات و ثروت ها و نمیدونم پول بندازیم توش صندوقا. اینجا نزدن که ما بیاییم امداد امام خمینی بزنیم و فلان و مردم رو به اصطلاح بچاپیم. نه، عبادت خداست. یا اینجا می اومد قرآنی میشد، محمدی میشد، یا اینی که حداقل از اینجا میرفت اون به اصطلاح سمپاشیایی که کرده بودند و اون تصوراتی که نمیدونم از مسلمانای جهان برایشون ساخته بودند، اونا از بین میرفت. اینجا در حج که میاد، در این سیل خروشان به اصطلاح حاجیان، اونجا احساس میکرد که ما حجممون چیه. تو ایران رحیم شما باورتون نمیشه، تا وقتی که من تو ایران بودم از بس که رو سر ما خونده بودن فکر میکردم که ما دیگه از دماغ فیل افتادیم، ما بهترینا هستیم، تمام دنیا تشیع است و فلان است. وقتی رفتم به حج دیدم که ما یک قطره ای هستیم در یک اقیانوس بیکران، کسی به ما توجه نمیکنه، اصلا کسی وجود ما اصلا مهم نیست برای امت اسلامی 1.5 میلیاردی. اونجا دیگه احساس کردم نه، واقعا ما گول خوردیم. باید یکم با دیگران باشیم، با مسلمونا باشیم، انما المؤمنون اخوه باشیم، دیگران رو دوست داشته باشیم، ما رو دوست داشته باشن. واقعا وقتی که میبینیم به اصطلاح اینطور به اصطلاح ملت گول خوردن، وقتی میان این به حج و عمره بیدار میشن، خب این آخوند بیچاره دیگه هم حق داره که دیگه ببینه که بازارش داره کساد میشه، بگی اینا رو جلوشون رو بگیریم. اما تا که اگر ابراهیم میتونست جلوی خانه خدا رو بگیره و خانه خدا رو ویران کنه، اینا خواهند تونست. مادام که ابراهیم نتونست، اینا هم نخواهند تونست. تشکر جناب دکتر عمرای عزیز. البته وقت هم از برنامه ما، وقتی که برای ما داده بودن گذشته. معذرت میخواهیم از همکاران عزیزمون که پشت صحنه هستن. فقط در پایان صحبت پایانی شما را میشنویم و سپس سر به مشعر منا میزنیم، یا اگر میخواید اول بریم به سراغ مشعر منا؟ هر طور که شما مناسب میبینید. خب جاوید جان عزیز، لطفاً تصاویر مشعر منا را اگر میتونین به نشر بسپارین، ببینیم که اونجا شب شده. چون چند قبل من گفته بودم که اذان مغرب مکه مکرمه برند شده بود از مناره های مسجد حرام و اینجا البته شب هست و خیلی سکون و راحت همه مینا را فرا گرفته و طرف راست ما هم تصویر مسجد الحرام هست. طواف کننده ها گرچه تعدادشان کم شده، خیلی هم کم شده، اما هست عاشقان بیت الله عتیق که در اطراف این خانه عظیم مثل پروانه چرخ میزنند. البته حجاجی که در مشعر منا هستند، آنانی که تا هنوز نتوانستن رمی جمرات خود را انجام بدن، همکنون دارن رمی جمرات خود را انجام میتن و بعد از رمی جمره خود برمیگردن به خیمه هایشان که در منا هست.
امشب را هم حجاج کرام در مینا سپری میکنن. البته سپری کردن امشب در مینا طبق مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت واجب هست، بجز مذهب احناف که آنها سنت میدانند. البته مذاهب جمهور اهل سنت که مبیت یا شب سپری کردن در مینا را واجب میدانند، برای اصحاب ذوی العذر یا کسانی که عذر دارند یا کار و وظیفه دارند که باید مجبورشان بیرون مینا بروند، برای آنها هم اجازه میتن. به هر حال امشب را حجاج کرام در مینا سپری میکنن. فردا 12 ذوالحجه خواهد بود که بعد از اذان مغرب، یعنی بعد از زوال، فوراً رمی جمرات آغاز می شود. یعنی تا اذان ظهر حجاج کرام آرام می باشند، در خیمه هایشان می باشند و با اذان ظهر که در حین زوال انجام می شود، رمی جمرات یک بار دیگه آغاز می شود و هر سه جمره را، جمره صغرا و سپس وسطا و سپس کبرا را با هفت سنگریزه می زنند و آنجا البته حجاجی که میخواهند تعجیل بکنند در رمی جمرات، یعنی فقط با 2 روز سنگ زدن اکتفا بکنند، حجشان به پایان میرسه و فقط بالای آنها طواف وداع باقی میماند که وقت خداحافظی با بیت الله عتیق طواف وداع می داشته باشند. و آنانی که میخواهند روز 13 ذوالحجه هم رمی داشته باشند، باید یک شب دیگر هم در مینا سپری کنند و بعد روز 13 بروند و رمی جمره خود را انجام بدن و این گونه ان شاء الله تا فردا شب مراسم حج، تا پس فردا شب البته، به پایان میرسه. از خداوند متعال استدعا داریم که تا هم اکنون الحمدلله حج امسال، قسمی که ما از دوستان خود شنیدیم و حجاجی که حکایت میکردن، بسیار با راحتی و امنیت کامل و هیچ گونه کشتار حجاج البته رخ نداده. ان شاء الله باذن الله بقیه مناسک حج که خیلی کم مانده، با همین امنیت و راحت و اطمینان خاطر حجاج بیت الله حرام صورت بگیره و به پایان برسه. البته وقتی که ما میشنویم دولت مردان این کشور، وقتی از دولت مردان این کشور صحبت میکنیم، چون باید صحبت بکنیم، چون حج داره در زیر سایه اینها صورت میگیره، مشاعر مقدسه زیر تصرف اینهاست و اینها البته هیچ نوع دکان شخصی از مشاعر مقدسه از بیت الله حرام نساختن، که منهج قرآنی هست. بله، که لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، بله، اعدلوا هو اقرب للتقوی. ما شاید با یک کشوری از نظر سیاسی مخالف باشیم، ما نمیدونم از روند حکومتداری یک کشوری خوشمون نمیاد، نمیدونم از بعضی از رفتارهای یک جماعتی، یک گروهی، یک مردمی خوشمون نیاد، اما این نباید باعث بشه که انکار معروف بکنیم. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. ما امت عدل و انصاف هستیم، امت قسط هستیم، قسط هستیم، امتی هستیم که حق رو حق میگیم، باطل رو باطل میگیم. حالا کسی اشتباه کرد میگیم اشتباه است، کسی حق گفت دیگه باید بگیم حقه. و به اصطلاح از شکر خداوند، لا یشکر الناس من لا یشکر الله. اون کسی که شکر مردم رو، کسی که بهت خوبی کرد تشکر ازش نکنی، اون شکر خدا رو به جا نمیاره. یعنی شکر خدا انجام دادن. ببینید در یه موردی هست که اگر شما اجازه بدید، وقت اگر اجازه میدید من اشاره کنم، دقایق محدود برای معین کردن، محدود من اینو بگم که این عید هست. معنای عید شادی هست. و شادی برای چی؟ ببینید خداوند متعال اشاره دارند که وقتی که یک مصیبت هایی میاد و فلان و از این حرفا، بعد میاد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا یأس و ناامید نشید از اون چیزی که رفت، از اون مشکلاتی براتون پیش اومد، از اون بحران ها، و همچنین مغرور نشید به اون چیزی که خداوند داده. مغرور شدن معناش چی است؟ وقتی که خداوند متعال به من یک ثروت میده، من خوشحال میشم. وقتی که به من یه ماشین میده، یک نمیدونم خانه یه قصری میده، من اگر خوشحال شدم و خودم رو باختم، ببین بعضی وقتا میشه که انسان اونقدر خوشحال میشه که از شادی سکته میکنه، که میگن آقا شما برنده شدی 200 میلیارد. این 200 میلیارد براش اینقدر بزرگه و خودش در مقابل این 200 میلیارد اینقدر کوچیک میبینه
که این بار بزرگ اونو له میکنه، سکته میکنه. وقتی که انسان به یک مادیاتی خوشحال میشه، دست و پاشو گم میکنه، یعنی این چی؟ یعنی این فرد داره در خودی خودش احساس میکنه که من از این ماده، از این ماشین، از این نمیدونم ساختمان و قصد من خیلی کوچکترم. چون که من خیلی در مقابل این کوچیکم، این رو بزرگ میبینم، این رو مثلا، در حالی که خداوند متعال ما رو به ارزش ها تشویق میکنه. ما در مثلا زندگی یه ارزش هایی داریم، یک شهوت هایی داریم. ارزش های ما اون رابطه ما با خدا مونه، شهوت های ما رو میکشونه به بی‌بندوباری. واسه همینه که وقتی مثلا کسی بهش نعمتی میرسه باید شکرگزار منعم باشه. وقتی که خداوند متعال به من یه قصری داد، یه پولی داد، من اگر به این پول نازیدم و بازیدم، اینجا میشه که خودم رو گم میکنم و احساس میکنم من از این کوچکترم. اما وقتی که من خدا رو دیدم که این نعمت رو به من داد، الان رابطم با خدا میشه، اعتمادم بیشتر میشه، توکلم بر خداوند بیشتر میشه. چون که خدا رو دارم که به من یک بار هدیه داده، مطمئنم که به من بارها و بارها هدیه خواهد داد. اعتمادم به زندگی بیشتر میشه، نیروی بیشتری میگیرم، بیشتر میتونم در زندگی به اصطلاح موفق باشم و خودم رو داشته باشم در زندگی. اینه که ما تشویق میکنیم که در ایام عید وقتی که ما شاد هستیم خدا رو ببینیم، این شادی رو از جانب خدا ببینیم، رابطمون با خداوند پررنگتر بشه، خودمون رو در مقابل مادیات نبازیم که اگر باختیم معناش اینه که ما احساس میکنیم از این ماده‌ای که به ما داده شده ما از این کوچکتر هستیم، خردتر هستیم، حقیرتر هستیم. واسه همین دست و پامون رو در مقابل اون گم کرد. تشکر جناب دکتر از این که گفتید که ولایجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوی. داشتم میگفتم وقتی که ما در مورد دولت عربستان سعودی بحث میکنیم، یعنی بحث ما در مورد حج، مشاعر حج، خدماتی که برای حجاج فراهم میشه، بدون صحبت کردن از دولت عربستان سعودی ناممکن است، چون این دو لازم و ملزوم هست. دولت مردان سعودی همیشه شعارشان این بوده که خدمت الحج شرف لنا. ببینید که تقدیر الهی است که حرمین در این منطقه باشند. الان اگر آل سعود بودن، قبل از اون آل فلان بودن، قبل از اون فلان ترش بودن، هر کسی که اینجا هست احساس میکنه که مسئولیتش هست حرمین. اگر احساس نکرد که مسئولیتش هست حرمین، امت اسلام اون رو قبول نخواهند کرد، چون که این حرمین مال امت هست. کسی اومده اینجا میگه که من مسئولم، من در مقابل اینا خدمت میکنم به شما. در واقع حرمین هستند که به همیشه خدمت میکنن. حرمین همیشه فضل و منتی دارند بر حاکمان وقت عربستان و بر همه مسلمان ها. الان هر کسی اومد اینجا اگر خدمت کرد، همینه که مسلمان ها همش قبول میکنند. مثلا قبل از حج اگر اینو خدمت نمیکردند و وظیفهشون رو به نحو احسن انجام نمیدادن، مسلمان ها امضا نمیکردن. بالکل. همه جهان اسلام بلند میشد میگفت آقا شما حق ندارید. بالکل. اما همه این دنیا قبول دارن. من بیام به اصطلاح فحش و بد و بیرا بدم. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که انسان میگه هلک الناس، من قال هلک الناس فهو اهلكهم، اگر کسی اومد گفت که همه بدن، این بدترین انسان همینه که میگه که همه بدن. چرا؟ چون در واقع همه بد نیستن. 2 نفر با من بد میشن، 10 نفر با من بد میشن. همین ببینید عربستان سعودی مگه با همه دنیا خوبه؟ خیلی از کشورها هستن که با عربستان هیچ سلام و دعایی ندارن، هیچ رابطه خوبی ندارن. رابطه عربستان مثلا با کشورهایی که بسیار بت پرستند و گاو پرستند و فلانند. اما دیگه حق نداره که عربستان بگه که آقا شما چون که هندیا گاو پرستید من حاجیای شما رو قبول ندارم. حق نداره. حاجی هندی میاد، حاجی فلان میاد، حاجی علان میاد، اینو قبول دارن، خودشون جامعه قبول داره، مسلمونا قبول دارن و این وظیفه شونه. خب و همین بود که مثلا این همه، مثلا من تعجب کردم که اینا چرا مثلا هر چی ایرانی میگه که آقا این کارو میخوایم، باشه آقا قبول. این نظام حکومت داری، یک حاکم عادل این کاری میکنه. حاکم عادل با ملتش جنگ نمیکنه، با همسایه‌اش جنگ نمیکنه، با کسی دشمنی درست نمیکنه، سعی میکنه با همه بسازه. این صفت یک پدر هست. پدر اگه ما در ایران یک پادشاهی می‌داشتیم یا نمیدونم یک ولایت فقیه می‌داشتیم که پدر می‌بود، اون وقت تو ایران دیگه عرب و کرد و بلوچ و نمیدونم ترک و ترکمن و اینا نمی‌داشتیم، همه میشدن ایرانی.
هر کسی مشکلی داشت آقا میرفت پیش بابا به اون فلانی به من ظلم کرده، اون میگفت باشه گوشو میگیرم، الان تو شما این شکلاتو بگیر فعلا اذیت نکن. مثل پدر همه رو خانواده رو دور هم جمع میکرد. اما نه، وقتی پدر میاد اینو به جون این میندازه، اینو به جون این میندازه، اینو آخر همه چی اهل خانه میگیرن شوتش میکنن میندازن بیرون. اون وقتی که مجبور پدر بره به اصطلاح 4 تا نمیدونم افغانی و پاکستانی و عراقی و لبنانی و اینا رو بیاد گیرخوارش بهش کنه، اینا رو بخره زرخریدش کنه که از من دفاع کنید که نکنه بچه‌ها منو بزنن. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر عمرای عزیز. همکاران عزیزمان میگن که وقت شما خیلی زیاد گذشته از وقت محددی که برایتان داده بودیم. من البته از بینندگان پوزش می‌سپارم که بعضی از دوستان ما را به اصطلاح به بیراه کشاندن. حج از شاد باشید. فلسفه عید بود. آرزوی شادی و خوشی و سلامتی دارم. بدون شک من باور دارم که حرفایی را که آن برادرانمان مطرح کردن حرفای دیگه بیرون شد. انشاءالله که حقایقی را که شما بیان کردید باعث راهنمایی و راهیابی هزاران بیننده دیگه ما می شود. انشاءالله که در این هم خیر نهفته است انشاءالله. تشکر میکنیم از تمام شما بیننده های عزیز که تا این لحظات با ما بودید و تحملمان کردید. از همکاران عزیزم جاوید جان و فرید جان، از منیر جان هم سپاسی ویژه دارم. تشکر میکنم از ایشان که برای ما تقریبا بیش از 30 دقیقه وقت اضافی دادن. تشکر از تک تک شما عزیزان. تشکر از محضر جناب دکتر عمرای عزیز که یک بار دیگر مورد استفاده من و بیننده ها قرار گرفتن استفاده کردیم از ایشان. فقط در آخر تکبیرگویان برنامه رو به پایان میرسانیم به شرطی که بیننده های عزیزمان هم با صدای بلند تکبیرات را زمزمه بکنن. بدون شک این زمزمه تکبیرات همون شکری است که الله متعال با آن ما را امر کرده که شکرش را بجا بیاریم. خداوند از ما بپذیرد. تکبیرگویان برنامه را به خاتمه میرسانیم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على خير خلقنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. تشكر الشما.